سارا این هاجر را که خیلی زنی جوان و زنی خوب بود به حضرت ابراهیم تسلیمش کرد. وقتی هاجر در نکاح حضرت ابراهیم که در آمد، حضرت ابراهیم چی گفت؟ رب هب لی من الصالحین. پروردگارا گفت از این زنی که امروز نصیب من شده است برای من یک فرزندی حلیم، یک فرزند اطاعت کننده برای من خدایا نصیب بگردان. خداوند چی گفت؟ فبشرناه بغلام حلیم. این دعای ابراهیم مثل تیری در نشان در نزد پروردگار مستجاب شد. دعا را پروردگار قبول کرد و برای ابراهیم فرزند داد به نام اسماعیل. من قصه را خیلی مختصر برای شما حکایه میکنم. با تقدیر الهی این هاجر و این اسماعیل که این پیش از بنیاد خانه کعبه بود، تا حال خانه کعبه ساختگی نبود، آمد میگوید در مکه مکرمه در این جایی که خانه کعبه بنیاد شده است، اینجا هاجر و اسماعیل باقی ماند در یک بیابانی که نه آب بود و نه خوراکه بود و نه زیست زندگی بود. بار میگه حضرت ابراهیم برای خبر گرفتن هاجر زن خود و فرزندش اسماعیل به مکه مکرمه آمد. شب خواب کرد. در خوابش پروردگار امرش کرد ابراهیم از جایت خیز و این یگانه فرزندی که در پهلوی تو خواب است اسماعیل، این قربان کن در راه ما. حضرت میگوید از جای خود خیز. خیلی یک آدم دهشت زده بیدار شد. معرخا هر خیل روایت ها میکنن که خیز یک چند اشتر قربانی کرد. گفت شاید این خواب من خواب رحمانی نباشد. باز شب خواب کرد. شب دوم باز امر شد ابراهیم از جایت خیز و اسماعیل را در راه خدا قربانی کن. روز دوم میگوید یک چند اشترهای فربه دیگر را باز قربانی کرد. شب سوم وقتی امر شد ما به شما امر میکنیم اسماعیل در راه خدا قربانی کن. حضرت ابراهیم دانست که این خواب رحمانی است. از جای خود خیست و به سوی هاجر گفت، به سوی اهل خود هاجر بفرمود سر و گیسوی اسماعیل بشو زود. بزن شانه دو زلف عنبرینش بشو نیکو دروی نازنینش. شدی فارغ ز جعدی باف و گیسو بپوشانش لباسی رنگ و نیکو. به نزد دوست خواهم برد او را. حضرت گفتند بده غسل کند تازه وضو را، به نزد دوست خواهم برد او را. هاجر این امر کرد. هاجر گفت الحال گفت این فرزند من اسماعیل قطعی من یک جا مهمانی می روم، یک جا دعوت من کردن، باید که مهمانی رویم. از این خاطر گفت گیسوهای ایشان بشو آبازی در آن طهارت کند، شانه کن، لباسهای بهترینی او را بپوشان. هاجر میگوید از پی این کارها شد.
و میگوید به سوی هاجر گفت یک بند و یک کارد دیگر هم در همون سمکه من جایگیر کن. حضرت هاجر گفت هرگاه گفت تو کجای مهمانی میرفتی کارد نداشتی بند نداشتی، امروز بهر چیست؟ هاجر گفت شاید که گفت قربانی کنیم، اگر قربانی بند نباشد کار نباشد کار برای من مشکل می شود. مورخان میگویند هاجر درک یافت، در حال میگوید اسماعیل فریاد زد، آن امرهایی که از جانب پدر شده بود آنها را انجام داد، شست تازه کرد. میگویند تخمین 9 ساله بود، بعضی مورخان 13 هم میگویند. وقتی میگوید مادرش اسماعیل شست، غسل داد، طهارت کرد، او را میگه در کنار خودش کشید و هم بوسه کرد، از گیسوهاش بوی کشید. گفت اسماعیل گفت من نمیدانم که تو بر کدام مهمان خانه میروی، لیکن اینقدر میفهمم که از بدن تو از گیسوهای تو بوی فراق میآید، بوی جدایی میآید. خلاص میگوید حضرت ابراهیم دست اسماعیل گرفت به سوی مینا حرکت کردند، جایی که حاجی‌ها قربانی میکنند. این حالت میگوید شیطان بیقرار شد. زمانی هست گفت باید که در خانه ابراهیم پریشانی را پیدا کنند، باید در خانه ابراهیم دوددیلگی را پیدا کنند. گفت از هاجر سر بکنم، زیرا که زن خیلی ضعیف ایمان می شود و مادر همه وقت مایل به سوی فرزند دارد. برای وسواس کردن هاجر برای من خیلی آسان است. و ندانست که هاجر هم آدمی مسلمان بودند، اونا هم خدا ترس بودند. آمد نزد هاجر گفت هاجر خودش را میگه شیطان با یک پیرزن تبدیل داد. شیطان در حدیث های پیغمبر میگذرد و هر صورت خودش تبدیل داده میتواند، موی سفید میکند، جوان میکند، کمپیر میسازد، مگر حبیبی خدا گفتند در صورت من خودش را در آورده نمیتواند. آمد گفت هاجر میدانی که این نونهال باغ تر کجا برد ابراهیم؟ گفت میدانم. گفت خانه دوستش برد. کجای؟ گفت دعوت داشتن. گفت نه. گفت او را گفت قربانگاه برد، او را قربانی میکند. وی را مهمانی نبرد، او را برای سر بریدن برد. هاجر گفتن نگفتن ابراهیم به اسماعیل طاقت ندارد. گفت ابراهیم اسماعیل دوست می‌دارد، چگونه پدر فرزند خودش را قتل میکند؟ گویا هاجر گفت خداوند به ابراهیم در خوابش امر کرد که این اسماعیل قربانی کن. حضرت هاجر چی گفتند؟ وقتی میگد نام خدا را شنید که خداوند امر کرده است، در حال میگوید در وجودش یک لرزه پیدا شد. گفت قسم به عظمتی آن پروردگاری که هاجر آفرید، 100 جان هاجر و 100 جان اسماعیل فدای پروردگارم باد. اگر خداوند امر کرده باشد، گفت هاجرم تیار است، فرزند او اسماعیلم در راه پروردگار قربانی می شود. چگونه یک مادرهای خدا ترسی بودند. امروز بعضی خواهرای ما و شما سطر میکنند، مادرهاشون صد رام می شود. بعضی جوانهای ما نمازخوان می شوند، پدرهاشون صد رام می شود. و این گونه مادر نبودند، این گونه پدر نبودند. مادرها امروز راضی هستند که دخترهاشون زنا کنند، راضی هستند که از خانه بی سطر بیرون شوند، راضی هستند در هر یک توی رقص بازی کنند، لیکن دخترشون سطر نداشته باشد، دخترشون نمازخوان نباشد. و 100 جان هاجر و اسماعیل فدای پروردگارم باد، اگر با شرطی که خدا امر کرده باشد. ابلیس دید که هاجر
مفتون او نمی شود. از اون ناامید شد، نزد ابراهیم آمد. ابراهیم گفت، خودش را میگد به صورت یک پیرمرد درآورد. همین چهره زیبای اسماعیل گفت به خاک و خون آغشته میکنی. این مثل چراغ روشن است، گفت خاموشش میکنی. این مثل یک نونهال از پژمردش میکنی. میگد ابراهیم دانست که این شیطان است، در حال شناخت. گفته شیطان گفت مرا وسواس نکن، وسواسی تو در پیغمبرها تأثیر نمی بخشد. و ابراهیم گفت این خوابی که تو دیدی خواب شیطانی است. نخواد که خدای تو گو امر کند پدر به کشتن فرزندش. نخواد که خدای تو امر کند برای ریختن خون ناحق. این خواب تو خواب شیطانی است. گفت ای شیطان، گفت وقتی مرا در آتش می پرتاف نمرود، که اون زمان یک لحظه یا لحظه دیگر گو من در آتش می افتیدم، این زمانی که از ملائکه های مقرب درگاه الهی جبرائیل پایان شد و مرا گفت حاجت بر من داری، خدمت بالای من داری. من گفتم ای جبرائیل، من خدمت دارم لکن به تو ندارم، به آن ذاتی که این آزمایش برای من آماده کرده است، به آن ذاتی که این آتش برای من افروخته است، من فقط خدمت از همون پروردگار دارم. شیطان گفت سخن جبرائیل در او حالت در من تأثیر نکرد، در این حالت سخن تو در من تأثیر میکنه. قسم گفت بر پروردگار ابراهیم، اگر از مشرق تا به مغرب فرزندهای اگر حضرت ابراهیم باشد و خدای من امر کند که اینها را یکایک قربانی کن، قسم به عظمتش گفت همشه قربانی میکنم تا که پروردگاری من از من راضی شود. و حضرت میگوید تیر اعوذ بالله من الشیطان الرجیم را در کمان لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم انداخت و به سوی شیطان حواله کرد. شیطان از این هم ناامید شد، آمد نزد اسماعیل. اسماعیل که اگرچه خردسال بود و با بازی ها مشغول بود، اسماعیل گفت میدانی این بابا تو را کجا میبرد؟ گفت کجا میبرد؟ نمیدانی؟ گفت میدانم، خانه دوستش میبرد. گفت نه. گفت تو را مینا میبرد، قربانگاه میبرد، تو را قربانی میکند. گفت چگونه پدر گفت فرزندش را قربانی میکرده باشد؟ گریز گفت از نزد این پدرت گریز گفت، الحال وای بند دارد، کار دارد، برای تو گرفته است. اسماعیل چی جواب گفت؟ بگفت اسماعیلش ای پیری رهزن، بگفت اسماعیلش ای پیری رهزن، کی فرموده است بابا را بکشتن؟ کی امر کرد این ابراهیم بابای مرا، پدری مرا، کی امر کرد که اسماعیل قربانی کن؟ پدر کی راضی باشد بر شمال وزد در باغ او در نونحال؟ کدام پدر راضی می شود که شمال در نونحال او وزد؟ کنی همون کل پدر کی فرموده است بابا را در بیابان برای کردن فرزند قربان؟ کی فرمان داد؟ بگفت ابلیس که شد فرمان معبود، بکن قربان ولد، بکن قربان ولد از برای ما زود. ابلیس گفت معبود گفت، پروردگار امر کرد. بگفت اسماعیل اندر راه سبحان، چی کلمات گفت؟ بگفت اسماعیل اندر راه سبحان، دهم 100 جان نمی ترسم ز یک جان.
اگر با شرطی که امر پروردگار باشد، به عظمتی پروردگار قسم که من از 100 جان داشته باشم نمی ترسم، من در راه پروردگارم قربانی میکنم. چه جوابهای عجیبه، چه از طرف ابراهیم، چه از طرف اسماعیل، چه از طرف هاجر، چه جوابهای به شیطان آمد که شیطان تماما ناامید شد. افسوس که این گونه جوابها امروز به شیطان از جانب ما و شما نمی شود. زنها چه خدمتها، زنهای دوره پیغمبری خدا چه خدمتها کردند. در قصه ها می آید که چگونه محبتی بر محمد داشتند صلی الله علیه و سلم. وقتی در جنگ احد که خیلی جنگ مشکل ترین برای رسول اکرم بود که 70 صحابه پیغمبر در این جنگ شهید شد، از آن جمله حضرت امیر حمزه سردار شهدا، دشمنان اسلام اعلان کردند در میدان جنگ، اعلان دروغ کردند محمد کشته شد. آمدند در مدینه برای روحیه مسلمان ها شکستند، محمد کشته شد. تمام زنهای مدینه بر آن نقطه جنگ میگه دویده رفتند. وقتی در راه میگه یک جوان یک دختر دید، گفت حال محمد چگونه است؟ این جوان میگه این دختر را شناخت، گوی خواهر عزیز، گفت در این جنگ گفت پدر تو کشته شد. این دختر گفت من از تو از محمد میپرسم، محمد چگونه است؟ خواهر عزیز گفت برادر رو در این جنگ کشته شد. میگوید کمی این زن میگوید یک غم، یک مصیبت فرا گرفت. گفت من از تو از همبستگانم نمیپرسم، من از نزدیکانم از تو نمیپرسم، من از تو میپرسم محمد حالش چگونه است؟ گفت خواهر عزیز شوهرتم کشته شد. این زن میگوید وقتی که شنید پدر مرد، قربانی شد در این جنگ، برادر قربانی شد، شوهر قربانی شد، در این سه حالت میگوید روح افتاده نشد. گفت حال محمد چگونه است؟ گفتن حبیب خدا سلامت است. گفت الحمدلله که این قربانی هایی که از اولاد ما شد است گفت بیهوده نرفتن. چگونه یک جواب های خوبه از زنها و از مسلمان های اون زمان شنیده میشد. وقتی از اسماعیل هم که ناامید شد چی گفت؟ گفت به سوی پدرش گفت بابا، گفت ابراهیم، کدام پیری هست که برای من صحبت دارد مرا میگوید که از پیش پدرت گریز؟ ابراهیم میگوید گفت اسماعیل گفت این سگ سیاه این شیطان است، این لعنت کرده شده از درگاه الهی هست، او را سنگ بزن. که امروز حاجی ها همان سنگی که میزنن این هم یکی از سنت های حضرت اسماعیل است که اونجا میگوید شیطان سنگ زد. وقتی که از اینها میگوید همه محروم که شد، دوام آیت ما و شما میخونیم فلما بلغ معه سعی قال یا بنی اینی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. حضرت ابراهیم میگوید وقتی که این اسماعیل میگوید به قربانگاه که آورد، همان جایی که باید که اسماعیل قربانی کند، و سوی اسماعیل گشت و گفت یا بنی، ای فرزند من، اینی ارى فی المنام انی اذبحک، من 3 شب پی هم خواب دیدم و امر پروردگارم هست که تو را در اینجا قربانی کنم. وقتی اسماعیل که از حقیقت حال که درکدار شد، تا این زمان حضرت اسماعیل درک نداشت، وقتی این خبر پدرش که شنید چه جواب عجیبی گفت که حتی مورخان میگویند که اگر هر یک ملائکه بالای گردن خود اگر یک گوسفند را بالای زمین بیارند
و همه اینها را اگر قربانی کنند با یک کلمه که اسماعیل گفت برابر نمی شود. چی گفت؟ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. ابراهیم گفت پروردگار امر کرد که مرا قربانی کن. گفت برای پروردگارم امر کرد که تو را قربانی کنم. گفت پدر گفت در این امر پروردگار با سرعت باش، افعل، انجام ده. گفت این قربانی را ستجدونی ان شاء الله من الصابرین، مرا چنان فرزند میابی که در این فرمان پروردگارت صبر کننده هستم. انجام ده. گفت بعضی مفسران میگن برای چی حضرت اسماعیل پرسید؟ برای چی پرسید که ای اسماعیل من امر به قربانی تو شدم؟ میگه تا که ابراهیم فهمد که همون دعای کرده بود رب هب لی من الصالحین، پروردگارا مرا فرزند سالم و صالح ده. آیا همین فرزند همون فرزند باشد یا نه؟ که الحمدلله که همون فرزند بوده است. حضرت میگوید از دستمال خود کارد برآورد، بند را برآورد. حضرت اسماعیل مثل گوسفند در زمین خوابانید. وقتی خواست به قربانی آغاز کند از اسماعیل پرسید فرزند من، گفت یگان وصیت داری؟ گفت پدرجان گفت 3 وصیت دارم. گفت جان من، گفت خبر ده چی وصیت ها داری؟ گفت یکم وصیت من همین است که الحال، گفت وقتی به قربانی شروع میکنی دست و پای مرا مستحکم ببند. حضرت ابراهیم تعجب کرد. گفت آیا گفت در راه پروردگار جزع و فزع میکنی؟ داد و فریاد میزنی؟ ناراضگی خودت را بیان میکنی؟ گفت نه. گفت ابراهیم گفت این 2 معنی دارد. یکم این که وقتی کارد در این بدن ضعیف من میرسد، این بدن نازک من به اختیار دست میزند، پا میزند، شاید که این دست زدن من، پا زدن من علامتی بی صبری مرا در نزد پروردگار نشان دهد و خداوند مرا از دفتر صابران خط زند. و دوم معنیش این است که وقتی اگر من پا میزنم، دست میزنم، احترام شما پدر بزرگوار واجب است، شاید که از بدن من خون پرد و لباسهای تو را همه را خونالود کند. حضرت ابراهیم گریان شدند، قبول کردن وصیت اول فرزندشانه. دوم وصیت چی داری؟ گفت جان من، گفت دوم وصیت همین است که وقتی که مرا ذبح میکنیم چهره مرا، گفت به سوی خاک بمان. گفت آیا گفت راضی نیستی؟ گفت راضی هستم. اینم گفت ای ابراهیم 2 معنا دارد. یکم این که چهره من وقتی که در خون و خاک آغشته می شود، این خاک هایی که در پیشانی من می رسد، اینها در نزد پروردگار قدر دارد، قیمت دارد. بنده ای که در خاک اگر آغشته باشد، این گونه بنده ها را پروردگار دوست می دارد. از این خاطر دوست می دارم که در این حالت شاید که رحم پروردگار آید و برای من رحمت فرستد. و دوم این که وقتی تو کارد میرانی و این چهره زیبای مرا وقتی تو میبینی، شاید که یک شفقت و محبت پدری تو در حرکت آید و این کارد از دستی تو افتد و در این امر پروردگار تأخیر به وجود آید و تو در نزد پروردگارت گناهکار شوی. حضرت ابراهیم از این سخنهای فرزند میگه دلش ریش میشد. سوم گفت چی وصیت داری؟ سوم وصیتم همین است پدر،
وقتی خانه می روی مادرم هاجر وقتی تو را تنها می بیند شاید از من پرسان کند، شاید پرسد که اسماعیل کجاست. اگر تو گویی که اسماعیل قربانی کردم شاید وی داد زند، فریاد زند. تو وی را درشت نگو، وی را از داد و واویلا من نکن، زیرا ابراهیم جدایی از فرزند خیلی کار مشکل است. فقط او را خاموش کن، فقط او را از نام من سلام بگو و بگو که هر بهاری که اگر یک گلی نو از زمین برآمدگی را که دید اسماعیل یادش بیاید و در حق اسماعیل دعا کند. این قدر گو وصیت من بهر تو دارم. فلما اسلم و تله للجبین. این زمان میگوید حضرت اسماعیل خوابانی در زمین. این یک باور که اینا یک حکمت هستند، در راه پروردگار تیار هستند چی جان خودشان نثار کنند، چی جان فرزندشان نثار کنند. خداوند میگوید فلما اسلم و تله للجبین. وقتی وی خوابانید و جبین او را در خاک وقتی که انداخت و کارد میگوید در گردن اسماعیل ماند. کارد برابری ماندن میگوید معرخا میگوید خداوند پرده آسمان را بیراه کرد، تمام ملائک این حادثه را میدید، فیغان کشیدند، داد گفتند، پروردگار را گفتند نخواه بگذاری که پیغمبر را ذبح کند. همه میگوید به سوی پروردگارشان دعا کردند. لیکن اینجا حکمت دیگر بود که خداوند تا که خلیل بودن ابراهیم برای همه مردم آگاه کند که ابراهیم خلیل است، ابراهیم تیار است که چی جان خودش چی جان تمام فرزنداش در راه پروردگارش نثار کند. وقتی کارد میگه در گردن اسماعیل ماند، وقتی کارد که میکشید کارد نمیبرید. شفقت و مهر و محبت پدری البته جوش زد. ما و شما اگر یک کاردی کنده در گردن یک حیوان هم گذاریم، وقتی نبرد یک رحم در وجود ما پیدا می شود که این حیوان عذاب کشیده ایستاده است. وقتی این کارد گذاشت میگوید تو گردن اسماعیل که نمیبرید، حضرت ابراهیم میگوید غضبناک شد و میگوید برداشت کارد و در بالا یک سنگ زد، سنگ دو نیست شد. گفت تقطع الحجر ولا تقطع اللحم. حیران میشم در تو. گفت سنگ پاره میکنی گوشت تیار نمیبری. میگوید این کارچه میگوید با یک صدای با یک قدرت الهی به زبان آمد. گفته ابراهیم وقتی تو را در آتش نمرود پرتافتن چرا آتش تو را نسوزاند؟ گفت آخه اون زمان خداوند امر کرد یا نارو کونی بردن و سلاما علی ابراهیم. ای آتش، این ابراهیم وقتی در درون تو می افتد، ابراهیم مرا سلامت نگه بدار و یک خنک نگه بدار. آخر گفت الحال تو یک بار امر کردی بر من، امروز پروردگار 70 بار شد که میگوید که گردن اسماعیل نبر. چگونه امر پروردگار ما تأخیر کنم؟ چگونه امر پروردگار ما نگیرم؟ این زمان چی شد بعد؟ و ندیناه ای ابراهیم. صدای شد ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزی المحسنین. گفت کارد از گردن اسماعیل دور کن، کارد از گردن اسماعیل دور کن که تو خواب تا به حقیقت برآوردی. این خواب تو خواب حقانی بود، خواب رحمانی بود. تو تصدیق کردی، خواب تا تصدیق کردی. تو خلیلی تا در بین همه جهانیان نشان دادی. این زمان حضرت جبرائیل میگه در دستش یک کفش، یک قشقار که بعضی مفسران میگن قریب 40 سال بود که این در باغهای جنت میچرید. اینا میگه کشاله کنان به نزد حضرت ابراهیم آورد. وقتی میگه حضرت جبرائیل که این حالت که دید چی گفت؟ الله اکبر الله اکبر. لا، حضرت ابراهیم دوام داد لا اله الا الله والله اکبر. حضرت اسماعیل والله اکبر ولله الحمد. این کلمات ها از زبان حضرت جبرائیل، حضرت ابراهیم، حضرت اسماعیل میگه صادر شد. الله اکبر الله اکبر
لا اله الا الله والله اکبر، الله اکبر ولله الحمد. کسی اگر این کلمات در روز عید و سوی عیدگاه آمدن اگر تلفظ میکند، ثواب این سه پیغمبر را، این ملائکه مقرب را خدا در نامه اعمالش کتابت میکند. انا از همان روز اعتبارا برای تمام مردم مسلمانی که دولت دارن، مال دارن، قربانی کردن واجب شد. اگر کدام شما دولتدار باشید، کدام شما اگر مالدار باشید، کدام شما اگرچه مال $1000 هم نداشته باشید، از او کمی هم که داشته باشید، یک میانه داشته باشید، از ثواب قربانی خودتان دور نکنید، قربانی کنید. انشاءالله پیغمبر خدا حدیث های فراوان دارد که هر کسی که در دنیا قربانی میکند، این قربانی برای او در روز قیامت چیزی سواره می شود. در هر یک موی همون گوسفند قربانیتان خداوند در نامه اعمالتان ثواب می نویسد. موی قربانی را عددش هیچ کس نمی داند. اون شاید از میلیاردم دانه موی او زیاد باشد، خدا با عدد هر یک موی او در نامه اعمال شما خداوند ثواب می نویسد. لیکن کسانی که ندارند، کسانی که نادار هستند، شما به قربانی دست نزنید، بلکه شما در همون خانه هایی که دولتدارها، مالدارها قربانی کردند، رفته از قربانی آنها خورید و شفا هست در حق ایشان دعا جزیل نصیب بگردان. اگر به ابراهیم نظر کنیم، به جفای نمرود گرفتار بود. اگر به حضرت زکریا نگاه کنیم، قومش از بالای سر او اره دواندند. اگر به حضرت موسی نظر کنیم، در جفای فرعون گرفتار بود. اگر به حضرت لوط نظر کنیم، در جفای زن و قومی بدکار خودش گرفتار بود. و چه حضرت عیسی و چه حضرت ادریس و دیگر پیغمبرها، حضرت نوح، حضرت چه عذابها کشیدند. خداوند در قرآن به ما و شما یادآوری میکند: جعلوا اصابعهم فی اذانهم واستغشوا ثیابهم. حضرت نوح 950 سال قوم به سوی خداوند دعوت کرد. 950 سال که خدا یک و یگانه است، به او رجوع کنید. اون خدای مهربان است، وقتی شما او ذات عبادت کنید و شما را میبخشد. 950 سال گفت. لیکن قوم چی گفت؟ حضرت نوح به سوی خدا گفت، پروردگارا گفت، من این قوم دعوت به سوی تو میکنم، جعلوا اصابعهم فی اذانهم، نظر به این بندگان شوم خود کن، انگشت های خود در گوش خود می اندازند تا که سخن مرا نشنوند. و استغشوا ثیابهم، اینها جامه هاشون در روشان میکشند تا که جمال مرا نگاه نکنند. حضرت نوح وقتی موعظه‌اش در بین قوم که تمام میکرد، اون کافرها چیکار میکردند؟ سردارش فرمان میداد همگی به زمین خم شوید. هر کدام خم میشدند، سنگها را در دست گرفت میگرفتند و به حضرت نوح سنگباران میکردند. در عوض تبلیغ، در عوض دعوت به سوی خدا، جزای حضرت نوح قومش چی بود؟ سنگباران بود. روز میگد یک قومی او فرزند خود که قریب 7 ساله یا 8 ساله بود، با دست خود میگد نزد حضرت نوح آورد و گفت فرزند من، این مرد را گفت میبینی؟ گفت میبینم. گفت تا وقت من حیات دارم این مرد را من گفت سنگباران میکنم، لکن اگر من از دنیا گذشتم فرزند من، وصیت من بر تو این است که این سنگ را ترک نکن، به چهره این مرد بزن. حضرت میگد این فرزند ناخلف که از کافر تولد می شود، مادر گفت
بیا یک مصلحت میکنیم. شاید گو من وصیتی تو را به جا آورده نتونم از حساب کم بودن حیات خودم. شاید که من گفت در همین آوان جوانی از دنیا میگذرم. از این خاطر میگد خم شد و همون کودک میگد سنگ گرفت. پیش از آنی که به وایه برسم گفته سنگ در چهره حضرت نوح حواله کرد. حضرت نوح میگد چنان غضبناک شد از دست این قوم که چی گفت؟ رب اغفر لی. قال نوح رب لا تذر على الارض من الكافرين ديارا انك ان تذرهم يضل عبادك ولا يلد. پروردگارا در بالای زمین احد را نفر را از کافر خدایا باقی نگذار. حضرت دعا کردند انک ان تذرهم، خدایا اگر یک کافر در روی دنیا تو زنده بگذاری، یذل عبادک ولا یلد الا فاجرا کفارا. پروردگارا اگر تو یک نفر این زنده بگذاری، اینها چنان کسلی دارند که کسل اینها باز در دیگر قوم میگذره و کافر تولد میکنه. گو خدایا گفت چی جفاهای رسول اکرم، چی جفاهای صحابه های پیغمبر. همه دوستان خدا در عذاب و در مشقت ها گرفتار بودند. چه حضرت ابوبکر صدیق، چه حضرت عمر. حضرت عمر که چی یک دویم یار پیغمبر خدا، چی یاری مهربان بود، چی خدمتگار پیغمبر بود. لیکن در محراب در حالت نماز از دست ابو لؤلؤ فیروز، این بدبخت مجوسی بود، 3 کارد در شکم خود خورد و در همون محراب چکار کرد؟ در همون محراب اگرچه جان را به حق تسلیم نکرد، لیکن از پا افتیدند و در بالای محراب حتی حضرت چنان محب خدا بودند که فریاد زدند عبدالرحمن ابن عوف در بین قوم هست؟ گفتند بله هست. گفت به پیش بیا نماز را بخوان تا که از پس تو نماز بخوانی، زیرا کافر بر من چکار کرد که دیگر من قوت امامی ندارم. حضرت عثمان در حالت قرآن خوانی بودند، در سوره رسید، در آیت رسیدند فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. این آیت سوره بقره در رسیدگی ده که از ریش مبارک تپیدند و این سر حضرت را هم چکار کردن؟ از تن جدا کردن. حضرت علی رضی الله عنه عادت مبارک همین بود، وقتی به مسجد که می آمد فریاد زدن نماز نماز نماز. و اون کسی که آماده کشتن حضرت علی بود نزد مسجد پنهان بود. وقتی حضرت علی میگوید قدم به همین مسجد گذاشتگی ده، شمشیر در فرق سر او زدن. حتی میگه چنان شمشیر تأثیری کرد صاحب کتاب خلفای راشدین که همون شمشیر تاراس دماغ حضرت میگه پایان شد. امام حسن میگوید من از قفای پدرم بودم، من همون شرقاس شمشیر را شنیدم. دوستان خدا در چه احوالها گرفتار بودند. و حضرت ابراهیم هم یکی از همان پیغمبرهایی هست که از دست پدری خود، از دست مادری خود، از دست قوم خود، از دست پادشاه همون زمانه نمرود خیلی جفاهای زیاد کشیدند. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصراني ولكن كان حنيفا
ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه هذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. صدق الله العظیم. آیتی که تلاوت کردیم از سوره مبارکه آل عمران است که خدای مهربان به ما و شما خبر می‌دهد ابراهیم نه یهودی بود، ابراهیم نه نصرانی بود، ابراهیم نه از ملت یهود بود نه از ملت نصرانی بود و نه عقیده باطله که یهودی ها داشتند نصرانی ها داشتند. در ابراهیم این عقاید وجود نداشت. ولکن کان حنیفا مسلما، ابراهیم خالی از این عقیده یهودی ها و نصرانی ها بود و او مسلمان بود. حضرت ابراهیم مسلمان بود. مسلمان گفتگی معنای او را ندارد که پیرو قرآن بود، بلکه تسلیم به امر خدا بود. و ما کان من المشرکین، خدا میگوید و وی مشرک بر خدا نبود. یک گروه یهودی ها و نصرانی ها نزد پیغمبر ما و شما آمدند و گفتند محمد صلی الله علیه و سلم با این ابراهیمی که تو می نازی و میگویی که وی پدر من است، آگاه باش که ما بر اون نزدیکتر و سزاوارتریم، زیرا وی از قوم یهودی هاست. آیت نازل شد ان اول الناس بابراهیم للذین اتبعوه صلی الله علیه و سلم. محمد بر این قوم یهود خبر بده نزدیکترین و سزاوارترین به ابراهیم کسانی هستند که پیرو ابراهیم هستند. هذا النبی، خدا خبر داد محمد بر اونها خبر بده که تو از اونها دیده به ابراهیم نزدیکتر هستی. والذین آمنوا، و ای محمد امتهای تو به ابراهیم نزدیکتر است. والله ولی المؤمنین، خداوند کارساز مؤمن هاست. الحمدلله که ابراهیم یهودی نبوده است، الحمدلله که ابراهیم نصرانی نبوده است، الحمدلله، زیرا که به قوم یهود خدا غضب کردگی است. یهود از روز اول دشمن مسلمان بود تا امروز دشمنی خودش را ظاهر کردگی است. پیغمبر خدا در جامع ترمذی میگذرد، حدیث میگوید ان لكل نبی ولایت من النبیین. پیغمبر ما و شما گفتند هر یک پیغمبر در بین این قدر پیغمبری که از آدم گذشت تا دوره من با خود یک دوستی دارد. هر پیغمبر با پیغمبر دوستی دارد. گفت و این ولی منهم ابی و خلیل رب عز و جل ابراهیم. پیغمبر خدا گفتند و دوستی من گفتند و پدری من، این دوستی خدایی که او عز و جل است، این ابراهیم است. این پیغمبر ما و شما گفتند پدری من و دوستی من از بین پیغمبرها این ابراهیم است. خدا در قرآن میگوید و اذ ابتلی ابراهیم ربه بکلمات فاتمهن. خداوند میگوید ما ابراهیم را با چند کلمات آزمایش کردیم، سنجش کردیم که او این کلمات را خوب انجام داد. ابن کثیر از ابن عباس در تفسیر خودش روایت میکند این کلمات چی کلمات بود، چه آزمایش کرد ابراهیم را. حضرت ها گفتند این 10 سنت بود، 10 سنت بود که
پیغمبر ما و شما هم این 10 سنت را برای ما و شما سنت گردانید که اینها چی هست؟ 5 فی الرأس و 5 فی البدن. پیغمبر خدا گفت 5 سنت او در سر شماست و 5 سنت وای در بدن شماست. آن 5 که در سر ما و شماست چی هست؟ السواک و المزمزه و الاستنشاق و قص الشارب. حضرت گفتند 5 سنتی که در سر شماست، این اولا مسواک کردن است، دندانها را شستن است، تازه کردن است. اینها سنت حضرت ابراهیم بود و پیغمبر ما و شما هم این را برای ما و شما سنت گردانید. دیگرش آب گرفتن در دهان، غرغره کردن در دهان میگوییم، و دیگرش آب گرفتن در بینی است، و دیگرش قص و شارب، برودها را کلته کردن است، خلاف مردم یهود که مردم یهود برودهای خودشان دراز دراز کشال میکنند، حتی در طعام خوری هم آنها را خلل پذیر میشوند که پیغمبر ما و شما گفتند برودها را کلته کنید. در بعضی از فتواها می آید چنان کلته کنید که در دستهای شما نیاید، با قیچی گیرید. و فرق الرأس و 5 سنت در سربودگی را حضرت گفتند این مویهای خود 2 فرق کردن است. چگونه که زنها مویهای خود 2 فرق میکنند، این هم برای مردها سنت است که مویهای خود 2 فرق کنند. در بعض احادیث و الحلق آمده است، یعنی تراشیدن سر هم از حضرت ابراهیم است. اما آن 5 که در بدن است اور نطف الابط میگویند و تقلیم الاصفار، یعنی گرفتن زیر کش و گرفتن ناخونها و حلق العانه و گرفتن مویهای زیر ناف و الختان، ختنه کردن و الاستنجا، استنجا کردن. این 5 سنتی که در بدن ما و شماست، اینها هم از سنت های حضرت ابراهیم بودند که به ما و شما سنت گردیده است. در شهر بابل عراق امروزه پادشاه بود میگد به نام نمرود که مفسران میگویند این نمرود 400 سال پادشاهی کرد. 400 سال در تخت پادشاهی نشستگی بود. عمر مردم اون زمانها از این امتهای پیغمبر ما و شما خیلی زائد بود. عمرهای 400 ساله داشتند، 700 ساله داشتند، 600 ساله داشتند. میگوید در اولی پادشاهی خودش بسیار عدالت داشت. هر مردمی که می آمد برای احتیاج او را برآورده میکرد. بسیار مرد حلیم بود. وقتی که پادشاهی او زیاد شد، وقتی که دولت و سولت زیاد در اطرافش این نمرود جمع کرد، آهسته آهسته غرور در وجود او پیدا شدن گرفت و تا حد آمد که در بین مردم عراق خودش را خدا اعلان کرد. خودش را خدا اعلان کرد. البته این عادت بسیاری از پادشاهان و عادت بسیاری از همان کسانی که صاحب منصب و صاحب پول هستند، آهسته 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 آنها مغرور می شوند. خداوند این برای ما و شما در قرآن خبر می دهد کلا این الانسان لا یطغی ان رآه استغنا. حقا انسان یک مخلوق عاجز است، لیکن وقتی صاحب دولت می شود، پادشاه می شود، صاحب منصب می شود، در حال چکار می کند؟ دری غرور را بروی خودش کشاده می کند، مغرور می شود. الرآه استغنا. کدام وقت مغرور می شود؟ خدا گفت وقتی که اگر دولت و سولت خدا بیگران می بیند.
وقتی میبیند همه مردم محتاج بر اوست و تمام بانک ها پر از پول های اوست و چندین ماشینه های هر رنگه سوار می شود و او اون زمان چیکار میکند؟ مغرور می شود. خداوند در قرآن میگوید ان الانسان خلق حلوعا اذا مسه الشر جزوعا و اذا مسه الخیر منوعا. انسان ما بی صبر آفریدیم. انسان چی ناشناس و چی ناسپاس است. وقتی ما بر او اگر یک مصیبت میاریم داد و فریاد میزند. وقتی ما با او مال میدهیم بدن خودش را، نفس خودش را از اطاعت من باز می‌دارد. اذا مسه الخیر منوعا. وقتی ما مالش میدهیم، دولتش میدهیم، فرزندهای خوبش میدهیم، در حال چیکار میکند؟ سرکش میشود و عبادت خدا را انجام نمیدهد. ان الانسان لربه لکنود و انه علی ذلک لشهید و انه لحب الخیر لشدید. باز خدا یاد میکنه در قرآن چه انسان ناسپاس است و او با این ناسپاسی خودش آگاه است. و انه لحب الخیر لشدید. و من به شما سیر انسان خدا میگوید خبر میدهم که مال دنیا را بی نهایت دوست میدارد. بی نهایت مال بسیار دوست میدارد. ان الله یعطی المال من یحب و من لا یحبه. خداوند مال میدهد کسی را که دوست میدارد و کسی را که دوست نمیدارد. و همه مال میدهد. پیغمبر خدا گفتند ان الله یعطی الایمان من یحبه. لکن ایمان شخصی را میدهد خداوند که او را دوست میدارد. نه لایق بر غرور است و نه لایق بر غرور است و نه ارز اعتمادی ها. نمی ارزد به این حرفی که کس گوید به من داد است. حضرت مولوی میگوید همین دنیا و همین مال ثروت اینها ارزش او را ندارد که انسان حتی بگوید که خدا مرا داد است. همینش ده ارزش ندارد. عاقبت نمرود مغرور شد و خدا در بین مردم عراق خدا اعلام کرد و فرمان داد که تمام هیکل تراش ها هیکل او را بتراشند و در تمام گوشه و شهر بتخانه ها تیار کنند و این بوت نمرود را در بین اون مسجد جا کنند در همون بتخانه و مردم رفته هر روز نزد این بوت، نزد این صورت نمرود تعظیم کنند، سجده کنند، از او مدد طلب کنند. و فرمان صادر کرد که در هر خانه باید که از هیکل من یک هیکل وجود داشته باشد و هر خانه هر روز باید که از این هیکل مدد طلب کنند. فرمان در تمام قشلاق‌ها و در تمام شهرها جاری کرد. هیکل تراش ها از آن جمله پدر ابراهیم آذر به این کار شروع کردند. خیلی هیکل های زیاد شد. مردم دیگر از خداپرستی یاد فراموش کردند. دیگر نمیدانستند که خدا چیست، خدا کیست و این نعمتی که میخورند، این نعمتی که میپوشند از کجا میآید. همه را فقط از نمرود میبینند. میگویند خدای ما این است. البته سنت الهی همین است که وقتی که یک قوم گمراه شد، کفر و ضلالت در بین اون قوم که زیاد شد، البته باید پیغمبری در اون قوم فرستاده شود و خداوند این کار خدا اجرا کرد و باید که ابراهیم در بین این قوم پیدا شود. خیلی کاری مشکلی هست. اما برای ما و شما آورده رسانید. اگر امروز ما و شما به آسانی همین اسلام
با یک پارچه آرد و با یک کیلو روغن این یهودی اگر اسلام تسلیم کنیم، باور کنه از ما و شما در بنده زیانکار نیست. از ما و شما در بدبخترین انسان در روی دنیا دیگر وجود ندارد که این دشمن خدا در ما و شما به ارزانی این اسلام به خون و به جان آمدگی را تسلیم کنیم. چه عذابها کشیدن صحابه پیغمبری خدا، چه روزهای مشقت از سر گذرانیدند. پیغمبر خدا میگوید که فاطمه را بسیار دوست می داشتم. روز خانه او رفتم، از آن جمله امام حسن و امام حسین دوست می داشتم. وقتی خانه فاطمه رفتم نگاه کردم فاطمه گریه دارد. فکر کردم که شاید امام حسن و امام حسین بیماری شده باشد. از او پرسان کردم. گفتم حسن و حسین کجاست؟ گفت الحال با حضرت علی بیرون از خانه شدند، برای طلب روزگار از پی کار رفتند. گفتن آخی اینها خردتر بودند، اینها را در این روز گرمی کجا برد؟ گفت پدر گفت قسم به عظمتی آن خدایی که مرا آفرید، این سحر وقتی که ما دسترخوان پرتافتیم از نعمت خدا چیزی نیافتیم که حتی برای چشیدن برای ما قناعت کنه. برای چشیدن چیزی در خانه نبود. و امام حسن و امام حسین که خیلی گریان شدند، اینها را علی با همراهی خود برد تا که مرا اذیت ندهند. و گفت پدر جان، گفت 3 روز شد که دختری تو و داماد تو و نبیره های تو گرسنه هستند. 3 روز. امروز الحمدلله که در خانه ما و شما خوراک یک روزه یافت می شود. الحمدلله که در خانه ما و شما آنقدر طعامی هست که ما و شما هلاک نمیشیم. یک آزمایش خداست. خداوند شما را در گرسنگی و در قحطی می سنجد. خوش به حالتان که اگر طاقت داشته باشین. شبی از شبها نمرود خواب دید. چی خواب دید؟ خواب دید که یک قشقار اون تخت سلطنت کلانه که نمرود بالای او نشسته بود وی را با شاخ خود چپه کرد. سحر بیدار شد، میگد یک ترس، یک واهمه در وجود این نمرود پیدا شده است و تمام منجمها و ستاره شناسها و سحرگرها را نزد خود فریاد کرد و در بین آنها خواب خودش پیشنهاد کرد. گفتیم شب این خواب را من دیدم، تنی تعبیر کنید این چی تعبیر داشته باشد؟ این منجمها خیلی باسواد بودند و خیلی دانا بودند. مفسرای قرآن اینا یادآوری میکنند در قرآن و گفتند پادشاه، گفتند تعبیر خواب تو خیلی ناخوب است. گفتند چی ناخوب است؟ گفتند باید فرزند به دنیا بیاید که عاقبت این سلطنت تو را چپه میکند و این خدا بودن تو را انکار میکند. نمرود میگد وجودش در لرزه در آمد. چیکار کرد؟ چیکار کنیم؟ باید که پیش این کار گرفته شود. یک جای مصلحت کردند. گفتند پادشاه، گفتند فرمان صادر کن که هر جایی که اگر یک زن حامله دار باشد روی خط گرفته شود و در کجایی که فرزند زاییده شد همان زمان سر او را بریده شود. با این گفتند ما از این فرزندی که به دنیا می آید نجات می یابیم و این تخت از دست تو نمی رود.
این علاج واقعه گفت است همین است خلاص. پادشاه برای آنه که تخت از دست نرود و همه کار چی است؟ قادر است، تیار است. اگر هزارها نفر مرد میلش، لیکن تخت از دست نرود. فرمان صادر کرد، گروه های خود در هر قشلاق‌ها و در شهرها و در ناحیه‌ها پرتافت. همان سال مورخ‌ها میگویند که 100,000 طفل را میگه سر بریده شد. 100,000 طفل برای آنه که این فرزند به دنیا نآید، 100,000 او را میگه سر بریدند. شاعر میگوید 100,000 طفل سر ببریده شد، 100,000 طفل سر ببریده شد تا خلیل الله صاحب زنده شد. خدا چی میگوید؟ اگر خواهد نگه دارد کسی را، چی باک از یک جهان آتش خسی را. اگر برعکس این گرداند ابرو، گدازد برگ گل را تندی بو. و اگر خدا بخواهد این ظالم چیکار کرده میتونه؟ آذر پدر ابراهیم بود و با همراهی زنی خود یعنی مادر ابراهیم هر دو در اعضای حکومت همین نمرود کار میکردند. آدمهای نزدیکترین نمرود بودند. و این مادر ابراهیم حامله دار شد. مورخان میگویند خیلی زنی فربه بود و هرگاهی که لباس میپوشید لباسهای خیلی کلان میپوشید که حتی یعنی جسد این زن نمایان نبود. و این مادر ابراهیم در همون سالی که فرمان نمرود صادر شده بود حامله دار شد. حمل در شکمش پیدا شد و وقتی تولد ابراهیم نزدیک شد، بعضی مورخان میگویند که در همون تهخانه خودش ابراهیم را زایید. بعضی مورخ‌ها به این یعنی تاریخ نویس های ما و شما با این اتفاقند که از خوف آنه که مادر است فرزند وقتی تولد می شود چی محبت به او فرزند دارد، هیچگاه نمی خواهد که فرزند او را در پیش او سر ببرند. و از خوف نمرود میگد از شهر بیرون شد، با یک غار داخل شد و در همون داخل غار میگد ابراهیم را تولد کرد و او را میگد بدنش تازه کرد، بالتها پیچانید و در همون داخل غار گذاشت، دهن غار را محکم کرد و گفت از آنه که کار به حلقی دوانده می شود، یک درنده است خزنده است، اگر ای را تناول کند این برای من بهتر است تا که به چشم خود نبینم. ابراهیم میگه اونجا گذاشت و به خانه آمد. و بعضی روایت ها این است که به آذر خبر داد که آذر گفت آن فرزندی که در شکم من بود تولد کردم، لکن مردگی بود، برده او را گراندم. آذر را از این واقعه هم میگه عائلش خبر داد. و بعضی روایت ها که بعد 3 سال به آذر خبر داد. خلاص ابراهیم به دنیا آمد. از بین 3 روز گذشت. مادر ابراهیم دیگر در خانه طاقت نکرد. گفت رفته یک حال فرزندی خود خبر بگیرم، در کدام صورت باشد، در کدام احوال باشد، شاید درنده او را خورده باشد یا شاید کسی وی را برده قتل کرده باشد. خلاص رفته دیدن در کار آمدند. وقتی میگه مادر در غار کشادند، غار گویا که یک چراغ میسوزد، چقدر روشن میگه زیبا. و مادر ابراهیم وقتی به سوی ابراهیم نگاه کرد میگه یک انگشت ابراهیم در دهنش میگه گذاشتگی بود. وقتی انگشت از دهان او میگه بیرون کردیم، از نوک همین انگشت فواره شیر میبرامد. تربیه کننده ابراهیم همون الله هست. مادر میگه گریان شدن، گفتن باوری دارم که این فرزند من ضایع نمی شود. مادام این فضیلت و
این بزرگی را وقتی که این در کودکی صاحب است، این فرزند من ضایع نمی شود. زیرا خدا در قرآن میگوید ولقد اتینا ابراهیم رشده من قبل و کنا به عالمین. ای مردم آگاه باشین که من ابراهیم را در سن به بلوغ نرسیدگی نبوت کرده بودم. خدا میگوید ما این را علم نبوت در همه خوردی داده بودیم. همین گونه مادرش 3 سال در همین غار می رفت می آمد. در این غار میگه ابراهیم به وایه می رسید. و بعض معرخا که 15 سال در همین غار ماند. آیسته آیسته میگه جسدش حضرت کلان می شد، روز به روز به وایه می رسید. بعد 3 سال گذشتن روز میگه مادرش شبها به پیشش می آمد. شب بود میگه نزد ابراهیم در آمد. ابراهیم زبانی گویا الکی پیدا کرده بود. میگه از مادرش پرسید، مادر جان گفت چرا که من در داخل این غار هستم؟ آیا بیرون دیگر یگان دنیایی نیست؟ آیا در بیرون زندگی کردن اجازت نیست؟ مادرش گفت، ابراهیم گفت من تو را از خوف دشمن به این غار آورده تولد کردم و در این غار تو را پرورش میکنم. زیرا فرمان پادشاه و خدای ما همین است که کودکان را باید که سر بریده شود. از این خاطر من شما را در این غار تولد کردم و در همین غار به وایه رسانیدم. حضرت ابراهیم از مادر پرسید، مادر جان گفت تو زیبا هستی یا من؟ گفت جان من. گفت تو زیبا هستی، از تو دیدم من زیباتر نیستم. مادر گفت تو زیباتر هستی یا پدرم؟ گفت من زیباتر هستم. مادر گفت پدرم زیبا هست یا که نمرود؟ گفت پدری تو زیبا هست. مادر گفت مادامی که پدری من از نمرود که زیبا باشد، وای چگونه خدا هست که مخلوقی وای از او دیده زیبا هست؟ باید خدا خودش زیبا باشد، از مخلوقش دیده باید خدا خودش زیبا باشد. چرا مخلوقش از او دیده زیباست؟ خدای من کیست؟ گفت خدای تو من هستم. مادرش گفت خدای مادرم کیست؟ خدای تو کیست؟ گفت خدای من پدرم هست، پدرت هست که مرا تربیه میکنه. مردم گمراه بودن. شکر گوییم، هزارها شکر گوییم که ما و شما را خدا هدایت کرده است. اگر خداوند کسی را که گمراه کند، هیچ کس وی را هدایت کردن نمیتواند. همه شما شکر کننده باشین که این راهی سعادت راهی راست یافتید. مردم نمیدانستند. گفت خدای پدرم کیست؟ گفت خدای پدرت گفت نمرود است، وای بسیار بزرگ است، از او دیده دیگر خدای نیست. گفت مادر گفت نه تو خدا هستی، نه پدرم خداست، نه نمرود خداست. فرزندم گفت خاموش شو، این سخن نگو. اگر نمرود از این حالت تو آگاه شود، هر آینه را به قتل میرساند. عاقبت میگد این مادر ابراهیم پیشی بر کردن و به خانه آوردن. آذر وقتی میگد این زیبایی این فرزند دید، در حال میگه شیفته و عاشق شد و پرسان کرد این کیست؟ گفت آذر گفت این همون فرزندی هست که من بر تو گفته بودم که در حالت تولد فوتید، لیکن این نفوتیده بود. این ما در غار تربیه کردیم، این همان است. این فرزندی توست. گفت آذر. آذر میگد گرفت در آغوش کشید ابراهیم و در بغل خود شناخت. و آذر میگد مادامی که علم پیش از بلوغ بر او خداوند نصیب کرده بود، همان سوالهایی که به مادر کرده بود به همین پدرشم کرد. وقتی پدر میگد این سوالها و این جوابها را از ابراهیم شنید،
غضبناک شد که تو بر خدای من این چنگونه معامله میکنی گفته و یک شپاتی میگه در چهره ابراهیم زد. ابراهیم میگه چیزی نگفت و روز به روز ابراهیم به بایه میرسید و به ضد آن بت‌هایی که بتخانه ها آراسته بودند و در هر خانه بت‌ها بود، از آن جمله پدر ابراهیم آزر خود که بت تراش بود در خانهش چند بت داشت و هر روز ابراهیم میگه نگاه میکردم که در زیر همون بت میغلطید، زاره و تولا میکرد، همون بت‌ها را دائم انکار میکرد، و سوی اونها مسخره میکرد، اونها را به دست خود میگه چپه میکرد. پدرش این حالت دید بسیار ناراحت میشد و دائم میگه حرکت میکرد که نمرود حرکت میکرد که ابراهیم را به این بت‌ها چکار کند، رام کند. کاش که ابراهیم هم به این هیکل نمرود تعظیم کند، لکن آزر خود درک ندارد که فرزند او پیغمبر است، اون علم نبوت دارد، از این درک ندارد. میگه روزی از روزها پدرش که بسیار بت‌های زیبا میتراشید و از حساب همون زندگی میکرد، میگه یک بت خوب و زیبا را تراشید و در دست فرزندش ابراهیم به زاره و تولا داد که اینا برده در بازار فروش و سوم او را در جان خودت صرف کن. این یک حیله بود، یک حیله هست که چگونه ای که امروز مردم یهود با پول و با مال ما و شما را شفته میکنند، ما و شما را از راه اسلام دور میکنند. پدر ابراهیم هم خواست که با پول فرزند خودش را چکار کند، بت پرست بسازد. ابراهیم سخن پدر را قبول کرد و این بت خردکه که صورت ابراهیم بود میگه گرفت و بیرون از دروازه کرد و یک بند را آورد، میگه در گردن این هیکل داخت و کشیده میگه به درون همون لای و افلاسی ها میگه به بازار بردش. تمام مردم وقتی که میدیدن این هیکل نمرود در زیر جویبار و افلاسی ها در دست این جوان خورد کشلکنان به بازار میبرد، همه در وجود اونها ترس و وایمه پیدا شد. در حال نماینده های پادشاه و پادشاه خبر رسانیدند که در شهر ما و شما جوانی پیدا شده است که هیکل تو را در این احوال چکار کرده است، قرار داده است. گفتن این کی هست؟ گفتن این فرزند آزر است. آزر که بسیار به نمرود ایمان کلان داشت و خدا بودن او را اقرار داشت و بسیار خدمتگار بود. حتی بعضی مورخان میگویند که همین پدرش در حال رفته به نمرود خبر داد که نمرود گفت در خانه من گویا فرزندی هست که دائم هیکل ها و بت ها را سرزنش میکند، من میترسم که همون فرزند همین نباشد. روز نشود که اگر این فرزند سلطنتیت را چپه کند و خبر دهی که من به شما خبر نداده باشم. چگونه پدرهای شکی و بدبخت وجود داشتند. در حال میگه نمرود دعوت کرد که این جوان به پیش من فریاد کنید. این ابراهیم میگه به نزد نمرود در آمد و نمرود بالای تخت خود نشسته بود. عادت مردم همین بود که وقتی که درگاه این شاه که داخل می شدی در حال زانوها را قد میکنی و در پیش پای او سجده میکنی. ابراهیم قامت خودم میگه خم نکرد، راست میگه و پیش نمرود رفت. نمرود میگه گشته گفت اینجا عادتی هست، نزد من باید که تو تعظیم کنی، سجده کنی، من خدای تو هستم. ابراهیم میگه گشته گفت تو خدای من نیستی. گفت خداوند در قرآن حکایت میکند اذ قال ابراهیم چی گفت به سوی نمرود؟ ربی الذی یوحی و یمیت. نمرود گفت خدای من آن ذاتی هست که زنده میگرداند و میمیراند. قال انا اوحی و امیت. نمرود
بدبخت و احمق کی بود چی گفت؟ گفت خدای تو میمیراند و زنده میگرداند؟ گفت بله. گفت این قدرت من هم صاحب هستم، منم گفت میمیرانم، من هم گفت زنده میگردانم. فرمان داد میگد همون مسئولین خدا که از زندان 2 نفر نزد من بیارید، یکیش حکم قتل داشته باشد، یکی حکم آزادی. آوردن نزد ابراهیم. میگد فرمان داد که این حکم قتل به قتل برسانید، به قتل رسانیدن. اینش گفت که زنجیرها را از دستش کشاده کنید، جواب گو را زندگی کن. و به جان ابراهیم گشت و گفت دیدی؟ گفت اینش گفت نابود کردم، میراندم، اینش زنده گردانیدم. ابراهیم میگه تفکر کردن و احمقی او در نزد ابراهیم باز ظاهرتر شد که زنده گردانیدن معنای او را ندارد یا میرانیدن این معنا را ندارد. زنده گردانیدن این است که نابود را پیدا میکند و میرانیدن به واسطه کارت نیست. و ابراهیم میگد با سوال داد اذ قال ابراهیم فإن الله یأتی بالشمس من المشرق فأتی بها من المغرب. نمرود گفت اگر تو دعوای خدایی داری، خدای من گفت ابراهیم چنان خدایی هست که آفتاب را از مشرق میبرارد و در مغرب پایان میکند. اگر تو خدا باشی کنی آفتاب از مغرب به طرف مشرق ببر. خدا میگوید که فبهت الذی کفر والله لا یهدی قوم الظالمین. نمرود از این سوال میگه ابراهیم در حیرت افتاد که این چی سوال بود، این چی عمل بود که بر من فرمایش داد. مفسرای قرآن میگن همین زمانی که ابراهیم این سخن به نمرود گفت، در حال جبرائیل پایان کرد و گفت به ابراهیم خبر بده اگر مبادایی که این نمرود از تو طلب کند که کنی تو از مغرب آفتاب را به سوی مشرق ببر، ما آفتاب را در اختیار ابراهیم دادیم. ما آفتاب در اختیار ابراهیم دادیم. اگر مبادای این کافر اگر از ابراهیم سوال کند. لیکن خدا به علم قدیم خود میدانست که این کافر این سوال در خاطرش هم نمیگذرد. میگه مسترمان دو گفت وقتی شرمنده شد در بین تمام مردم گوش انداخته ایستاده اند. چی گفت؟ گفت آذر گفت من به این بزرگی و خداگی خود این جوان بی عقل را می بخشم، این ابراهیم را می بخشم. الحال ای را گو من هیچ حکم در حق این نمی کنم. این را خانه ببر، تربیه کن، نصیحت کن. این سخنهایی که میگوید این از حساب بی عقلی است، از حساب جوانیش است. برای همین خوب تربیه کن. اگر مبادایی که اگر در تربیه راست نشد و سخنی تر گوش نانداخت، این زمان بر من شکایت کن، من بر این حکم آخرین را صادر میکنم. و حضرت میگوید از قصر بیرون شدند، از قصر بیرون شدند با همراهی آذر به خانه آمدند. پدر خیلی خجالت که از پشت این فرزند خود در نزد پادشاه ما اینقدر خجالت زده شدیم، در نزد پادشاه خود آبرو و قدر و قیمت خود گم کردیم، با این فرزند چیکار میکرده باشیم. آمد و با ابراهیم باز تربیه خدا، تربیه احمقانه و باطلانه خدا چیکار کرد؟ دوام داد. با قصد ابراهیم روزها میگه در زیر همون بوت نمرود آذر میگه سری خدا میگذاشت، زاره و تولا میکرد، گریه میکرد، از او هر چیز طلب و تمنا میکرد. ابراهیم این حالت میدید خیلی غضبناک میشد. و روز از روزها خیلی بیقرار شد ابراهیم که این آخران صحبت ابراهیم با این پدر بدبخت و
به این مادری بدبختش بود، اونها را فیراد کرد و نزد خود شیناند و با آنها چی گفت که قرآن به ما و شما حکایت میکند. اذ قال لأبیه لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. پدر جان گفت، ابراهیم بسیار با یک زبانی خوبه، با یک زبانی خیلی ملایم با پدر خود نصیحت میکرد. مفسرای قرآن هم در شأن همین آیت آوردن که فرزند حق دارد که پدر خود نصیحت کند. میتواند که فرزندی که اگر خدا او را هدایت کرده باشد و او را اسلام نصیب گردانده باشد و پدری که عرق نوش باشد، زناکار باشد، بینماز باشد، فرزند میتواند که پدر خدا با نرمی و با ملایمی دعوت به سوی خدا کند. این ده حق دارد. چگونه ای که ابراهیم الحال پدر خود نصیحت میکند. چی گفت؟ پدر جان گفت لما تعبد ما لا يسمع. پدر جان گفت این هیکل نمرود است، این خود به دست خود تراشیدی، چرا تو وی را عبادت میکنی؟ لا يسمع، این بوت گفت نمیشنود، زاره و تولای تو را نمیشنود. ولا یبصر، این بوت نمیبیند. ولا یغنی عنک شیئا، هیچ ضرر را از بالای تو دور کردن نمیتواند و به تو هیچ منفعت هم رسانده نمیتواند. یا ابت انی قد جاءنی من العلم. در دوام باز گفت، پدر جان گفت آگاه باش که خداوند مرا پیغمبر ساخته است و علم وحدانیت را بر من نصیب گردانیده است. فاتبعنی اهدیک صراطا سویا. پدر جان گفت پیروی من شو، پیروی آیت های خداوند شو، پیروی کتاب من شو. اهدیک صراطا سویا، پیروی من شدن گفت معنای این را دارد که تو راه راست و راه سعادت را میابی. یا ابت لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن ولی عصیا. پدر جان گفت تو شیطان را عبادت نکن، این شیطان است. گفت این هیکل و این بود، اینا شیطان هستند، اینا گفت تو عبادت نکن، زیرا این که شیطان در نزد خداوند عاصی و گناهکار است. یا ابتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن. پدر جان گفت من میترسم که تو اگر با همین راهی که انتخاب کردی اگر خاتمه ندهی در عذاب خداوند تو گرفتار میشوی. فتکون للشیطان ولیا، و فردای قیامت تو همراه شیطان هستی. قدسی است البته وارد جنت میگردند و این گونه مصیبت هم البته بالای حضرت ابراهیم هم آمده بود و حتی رنجها و مشقتها، چه از بتپرست‌های اطراف خود، چه از بتپرست‌های همسایه‌های خود و از همه علل خصوص از پدر و مادر خود کشیدگی بودند. ما و شما تا جای آمدیم که حضرت دیگر طاقت نگاه کردن بر این هیکل ها نداشت و این منظره حضرت ابراهیم را خیلی ناراحت می ساخت که پدر او مادر او در نزد یک هیکل سرخم می کند، از او حاجت طلب می کند، از او مراد خود طلب می کند
این منظره برای حضرت ابراهیم خیلی ناخوب آمد و در آخر چیکار کرد؟ پدر و مادر خدا در نزد خود شیناند. ساعتی آمد که باید پدر و مادر را نصیحت کند که شاید که با این نصیحت این پدر و مادر از این بت پرستی بازگردند. که این حکایه را خدا قال لأبيه يا أبت لما تعبد ما لا يبصر ولا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. حضرت ابراهیم به سوی پدر خود گفته بوده است: پدر جان، گفته است چرا تو یک سنگ را خدا میگوی، یک سنگ را عبادت میکنی که لا یسمع ولا یبصر، وای صدای تو را نمیشنود، وای فریاد تو را نمیشنود، وای زاره و تولای تو را نمیشنود، ولا یبصر، وای چشم دیدن هم ندارد تا که به این گریه ها و زاره تو چیکار کند؟ نظر کند؟ ندارد اینا. ولا یغنی عنک شیئا. پدر جان گفت و این هیکلی که الحال تو خدا میگوی این چنین خدایی هست که این نه ضرری تو را دور کرده میتواند، این نه به تو یک منفعتی رسانده میتواند. یا ابتی اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی. ابتی اینی قد جاءنی من العلم ما لم یأتیک فاتبعنی اهدیک صراطا سویا. حضرت باز مراجعت کردن، گفتن پدر جان، گفتن به تحقیق من پیغمبر هستم، مرا خداوند به پیغمبری برگزید، علم دارم، چنان علم دارم که تو پدر من همان علم را نداری، چنان فهمیشه که برای من خداوند داده است برای تو نداده است. اهدیک صراطا سویا. از تو التماس دارم پدر جان پیروی من شو، اگر پیروی من بشوی تو آخرت چیکار میکنی؟ نجات میابی. یا ابتی لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. خدا میگوید. باز چی گفت ابراهیم؟ گفت پدر جان، گفت تو شیطان را عبادت نکن، این هیکلی که الحال تو راست کردی او را به حیث خدا تو عبادت میکنی، این شیطان است و شیطان در نزد خداوند گناهگار است، تو این را عبادت نکن. لا تعبد الشیطان ان الشیطان کان للرحمن عصیا. یا ابتی، باز گفتن پدر جان، گفتن اینی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا. پدر جان گفتن من می ترسم، بسیار ترسننده هستم که اگر تو از همین عبادتی که الحال هیکل ها را پرستش میکنی اگر دست نکشی تو در عذاب خدا گرفتار میگردی و تو روز قیامت همراه شیطان هستی. این نصیحت های خیلی قیمت حضرت ابراهیم برای پدری خودش کرد. لیکن پدری که نصیحتی نیک وقتی گوش نمی کند، وقتی نصیحتی خوب برای او خوب نمی آید، وای در جواب چی گفتن؟ قال اراغب انت عن آلهتی یا ابراهیم. گفتن ابراهیم گفت تو الحال این دعوتی که مرا به سوی خدای خود کردی از این معلوم می شود که تو بر همین خدای ما عبادت نمی کنی؟ گو نگو، من تو را عبادت، من تو را دعوت دارم که این خدا نیست، این شیطان است، تو این را عبادت نکن. پدر در غضب شد. لئن لم تنتهی لارجمنک واهجرنی ملیا. اینا پدر چی گفت؟ گفت اگر گفت ابراهیم گفت
اگر به شرطی که تو از خدای ما، از عبادت این خدای ما اگر رو میگردانی، من تو را هر آینه گفت سنگسارت میکنم. وهجرنی ملیه، رو گو من دیگر فرزند ندارم. پدری که در تقدیر او اگر خداوند سیاهی را کشیده باشد، بدبختی را کشیده باشد، چی میگوید؟ وهجرنی ملیه، رو از پیش من که دیگر من فرزند ندارم، تو برای من فرزند نیستی. حضرت ابراهیم بعد شنیدن این جواب دغلانه پدر چی گفت؟ سلام علیک. حضرت یگان غضبناک نشدن، یگان استراب ده هم نه آمدن، بلکه گفتن سلام علیک ساستغفر ربک انه کان بی حفیه. پدر جان گفتن اگر چنده که جواب تو خیلی جواب نامعقول بود برای من، اگرچه دل من برای تو خیلی می سوزد، زیرا که این راهی که تو اختیار کردی راه دوزخی هاست، لکن تا وقتی که من جان در بدن دارم از خدای خود طلب مغفرت در حق تو میکنم که خدا تو را هدایت بکند. این حضرت ابراهیم به سوی پدر خود گفت من میروم، گفت من خانه شما را ترک میسازم، برای من این گونه پدر و مادر مشرک لازمم نیست، من میروم، لیکن تا روز رفتن چیکار میکنم؟ من از خدای خود در حق تو طلب مغفرت میکنم. این حضرت ابراهیم برای پدر خود گفت و چیکار کرد؟ میگد بعد این مفسرای قرآن میگوید که دیگر با پدر خود گپی نشدن، ملال شدن، دیگر پدر و مادر برای ابراهیم یک کسی بیگانوار حساب میافت. و بعد این قصه را مختصر میکنیم زیرا وقتی ما خیلی کم مانده است. در همان زمان نمرودی ها هر سال یک توی داشتن. صاحب تاریخ میگوید هر سال یک توی میکردن برای خاطر همون بت‌هایی که در بتخانه داشتن، قید میگرفتن و ترتیب توی آنها این بود که طعامهای زیاد میپختن، طعامهای زیاد میپختن، رنگابرنگ میپختن و نزد همون بتخانه خود میبردن و در بتخانه نزد هیکل ها میگذاشتن، سحر میگذاشتن تا بیگاه در یک میدان کلانی رفته این توی خود میگذرانیدن با امیدی که این طعام ها در پیش خداهای اونها تبرک می شود، بیگاه آنها را آمده در خانه می خوردن. این گونه توی ها داشتن. چگونه ای که توی ما و شما هم که در یک سالی نو در هر خانه مسلمان شرم ناکده قید می گیرن، مثل همون بت پرستا هم چیکار کردن؟ این گونه توی داشتن. من راستی بار از یک جواب برادری که در همین قوم است نخواستم راستی بار جواب بر او بگردانم، لکن هیچ دیگر دلمانم قرار نگرفت. ما یک جمعه پیش سوال جواب داشتیم و از ما کدام برادری سوال کرد در مسئله سال نو، قید گرفتن سال نو. ما با حکومت دارا و با مکتب ها کاری نداریم، زیرا آنها امروز مجبور هستند که این سال نو قید کنند، لیکن در خاندان مسلمان کی مجبور میکند که مثال سال نو قید کند؟ من این قدر جواب گفتم که سال نو از مسلمان ها نیست، سال نو از مردم مسلمان نیست، این سال میلادی حضرت عیسی است، این از ما نیست. مسلمان های ما و شما دو عید دارن، عید قربان، عید رمضان. عید نوروز هم باز از عید سال نو دیده بدتر است، اونم از ما نیست. اینا کتاب میگوید، اینا فتوای مفتیات در دست من 2 ورق است. لیکن اون برادر از ما خیلی ملال شده است، حتی در همون خطش یک دشنام های قبیح هم نویساندن و دعای بدم کردن. میلش
اگر ما ارزنده باشیم، اگر همون دعای بدی تو اگر نزد خداوند خوش بیاید، میلش ما هم قبول. لیکن من به شما هم قدر میگم که حضرت مولوی جنون میگوید به زینهاری بسد زینهار، زینهار زبان از رنجش مردان نگه دار. همان قوم برافت مبتلا شد، ز آزار دلی مرد خدا شد. که 100 بار این جهان از آه دل سوخت، ولیکن به ادب عبرت نآموخت. شناس ای کور دل آتش نفس را، بکن اندیشه روزی پیش و پس را. سگ از اخلاص آمد جنس آدم، ز بی اخلاص آدم شد ز سگ کم. المسلم اخو المسلم، پیغمبر خدا گفته است مسلمان برادر مسلمان. لا یظلموه ولا یکذبوه ولا یخذلوه. مسلمان باید یکدیگر را دروغ نگوید، مسلمان یکدیگر را خار نکند، مسلمان باید یکدیگر را تحقیر نکند، دشنام ندهد. این وظیفه هر یک مسلمان است. لیکن باز میگم کدامی که اگر در خاندانش سال نو قید میکند، وای هممون دین عیسوی ده است. این جای پوشیده نیست. برادر گفته است اگر در شما تشویش نشود شما این جواب بگین. لیکن پیغمبر خدا میگه اذا رأى منکم منکرا فلیغیر بیدی. شما یک کاری اگر غیر مشروعات، غیر اگر شریعت در کجایی که دیدین، با دست خودتان تغییر بدهین. فإن لم یستطع، اگر به دستان نتونستین، فبلسانه، به زبانتان او را تغییر بدین. فإن لم یستطع فبقلبه و ذلک اضعف الایمان. وقتی که اگر زور شما به دست نرسید، به زبان نرسید، با دلتان همون عمل بد ببینین، این ضعیفی ایمان شما را نشان میدهد. ما به دلم بد نی، به دست منم نی، لیکن به زبان گفتیم و ما نزد خدا مسئولیم. فردا از این قومی که 500 نفره و 1000 نفره در نزد خداوند جوابگو هستیم. قول الحق و این کان مرا، حق بگین اگر چندی تلخ است. گفتم پیغمبر محبان خورده صد سنگی ملامت، تو کی میمانی ای سالک سلامت. به ذکر حق کسی که کرد آهنگ، ز هر سو نوکری شیطان زند سنگ. ز هر سو می جکد سگ بر سری را، نظر بر سگ مکن رو سوی الله. حضرت مولوی میگه دی سگ ها در همه دنیا پر هستند، اینا جکیدن میگیرن. هزاران کاروان رفتند دو دو، هنوز این سگ ها دارند او او. این کاروان ها رفتن میگیرن، سگ ها جکیدن میگیرن. این یکی سگ از سگ های خداست. همان توی قید کردن. حضرت ابراهیم پدرش مجبور کرد که ابراهیم همراه من در همون توی اشتراک میکنی. این توی همون بود پرستا بود. حضرت ابراهیم میگوید لباس های همون تویانه را پوشیدن و با همراهی پدر تا راست همون بتخانه‌ای که داشتن، همون بت پرستا رسید و به سوی آسمان نگاه کرد. فنظر نظرة فی النجوم، خدا در قرآن میگوید فقال اینی سقیم. حضرت ابراهیم به سوی آسمان نگاه کرد و گفت پدر جان، گفت الحال من ستاره خود ما دیدم، من بیمار میشوم. اون زمان همان بود پرستای نمرودی ها به ستاره ها هم ایمان داشتن، به افتا هم ایمان داشتن، به مهتا هم، همه اینها ده ایمان آوردگی بودن، همونها را خدا میگفتن. حضرت ابراهیم نه به نیت خدا بودن و بلکه از این یک حاصل، یک موضوع باید که حاصل میشد. حضرت ابراهیم مقصدش این بود که وی را نزد بتخانه بگذارند و ترکش بسازند و حضرت ابراهیم به آن بتخانه درآید و چی معامله بر آنها بتها کند. این نقشه را در دل داشت. وقتی که این حضرت ابراهیم گفت که من بیمار میشوم، پدرجان گفت فتولوا عنه مدبرین. خدا میگوید ابراهیم میگه در زمین خودش را میشکید و میگفت که من کسل وبا شدم. مردم اون زمان از وبا بسیار میترسیدن که کسل گذرنده بود و پدرش و همه قومش میگه ابراهیم ترک کردن.
گفتن بگذاریدش، این کسل وبا شده است، البته عاقبت هلاک می شود. و خود میگد به همون میدانچه کلانی که در همون شهر بابل بود، عراق امروزه، رهسپار شدند. وقتی اونها رفتن که در سوره صافات هم خداوند برای ما و شما میگوید و تالله لأکیدن اصنامکم، حضرت ابراهیم آهسته آهسته میگد زمزم میکرد الحال مرا در این نزد بتخانه ترک بکنید، به خدا قسم میدانم که این بتخانه را چگونه با چه عمل در داخل او عمل را انجام دهم. شما روید، قسم به خدا میدانم این بتهای شما را ریزه ریزه میکنم. همگی رفتن، در دیه کسی نماند. حضرت ابراهیم وارد خانه شدند. همان بتخانه ای که دو طرف سنگ های میده میده از صورت های عبارت بود و در بر بالا همان رئیس کلانش صورت نمرود زدگی، دروازه را کشادند. دروازه را کشادند، نگاه کردند که در پیش بتها طعام زیاد گذاشتگی هست و به سوی همین بتها با یک طریق غضب حضرت ابراهیم گفت چرا گفت این طعام ها را نخوردید؟ میگد بتخانه خاموش بود. برای چی جوابی مرا نمیگردانید؟ همه سنگ ها خاموش. از سنگ چی جواب است؟ حضرت میگوید همان تبری که نزد همان دروازه بتخانه گذاشتگی بود، غیرت حضرت ابراهیم رو ببینید. خود تنها بودن در روی زمین. در همان زمانه یگانه ابراهیم بود که الله میگفت و خلاص، دیگر کسی نبود. همه نمرود میگفت. تبر را گرفت و همان خداهایی که نمرودی ها میپرستیدن از همین طرف راست سر کرد. در دست راست تبر دست ها و پاها و گردن های اونها را شکست. طرف راست انجام داد. خداوند میگوید فجعلهم جزازا الا کبیرهم. طرف چپ را هم میگه شکست مگر که همان بوتی کلانی که در بر بالا بود و ایرانه شکست، بلکه تبر را در پیش او گذاشت. در گردن همان بوتی کلانی تبر را میگه خداوند گذاشت که قصه ای را ذکر میکنه در قرآن لعلهم الیه یرجعون. حضرت ابراهیم میگوید برای چی آن بوتی کلانی را نشکست؟ آیا ترسید؟ نه نترسید، بلکه حضرت ابراهیم با عقل ذکاوت خدا دادگی فکر کرد که اگر مبادای از من بپرسند که این بتها را کی شکست، من میگویم تبر در نزد کیست؟ همون کس شکست. و یا مفسرات دیگر زیلم تفسیر میکنن، میگویند که مبادای حضرت ابراهیم در خیال خود گذرانده بود است که اگر آمدن و این بتخانه و این شکستگی ها را دیدن، از همان بوت کلانی میپرسند که این بتها را کی شکست. وقتی بوت کلان که خاموش باشد، شاید که اینها بیدار شوند که از این یگان منفعت ضرر نیست. شاید که بیدار شوند که اگر این خدا باشد چرا این فرزندهای خود محافظت کردن نتوانست. خلاص حضرت همه را میده کردند مگر کلان را و از بتخانه بیرون شدند. قرآن میگوید وقتی که شب شد، از همان توی فساد و از همان سال نو قید میگرفتگیشان برگشتن همه مست. برای گرفتن این طعام ها باید به خاندان برن، این تبرک می شود. وقتی که به بتخانه در آمدن، در بتخانه را کشادن، یک حالت خیلی ناگوار همه اونها را چیکار کرد؟ احاطه کرد.
قالوا من فعل هذا بآلهتنا، فریاد زدن کی خداهای ما را با این احوال افتاند، کی خداهای ما را شکست. انه لمن الظالمین، نمرود گفت کدام شخصی که این خداهای ما را شکست و این نفری هست که در جان خودش ظلم کرده است، او کسی هست که ظالم در بین ماست. وقتی اعلان کرد، نمرود اعلان کرد در تمام همون اطراف ها که این کسی که جنایت را صادر کرده است، جنایتکار را یافته نزد من بیارید. قالوا سمعنا فتى یذکرهم یقال له ابراهیم. خدا باز در قرآن قصه میکند که یک چند نفر وقتی که ابراهیم نزد بتخانه بود و آهسته آهسته زمزم میکرد به زبان خودش که الحال شما از پیش من روید، من میدانم که با این خداهای شما چی معامله کنم. این سخن او را یک دو نفر از نمرودی ها شنیده بودند و نزد نمرود خبر کشیدن سمعنا فتى یذکرهم، ما نزد بتخانه یک جوان را دیدیم. همان سالها حضرت ابراهیم 16 ساله بودن. میگد ما یک جوان را دیدیم که با زبان خود میگفت که ما میدانم بعد از شما که با خدای شما چی معامله کنیم. یقال له ابراهیم، و این نامش ابراهیم است. وقتی نمرود این سخن را شنید چی گفت؟ قالوا فأتوا به على اعیون الناس لعلهم یشهدون. گفت مادامی که همون جوان باشد، جوان را گفت به نزد مردم بیارید، به نزد مردم بیارید، مردم را همه جمع کنید. شاید که همین مردم، مفسرها تفسیر کردن که شاید که همین مردم شاهدی دهند که همین عمل را ابراهیم انجام داده است، یا اینکه مفسرها میگویند که شاید که ابراهیم خود در بین مردم گوید که همین عمل را من انجام دادم، بعد نمرود چکار کند؟ حکم حضرت ابراهیم را صادر کند. در حال وقتی که فرمان نمرود که شد، تمام میگد نوکراش بیرون جستند و به خانه حضرت ابراهیم آمدند. حضرت ابراهیم را پیشاپیش کردند، دستگیر کردند، دستهای را بستند و به درگاه قصر نمرود حاضر کردند. وقتی نمرود حضرت ابراهیم را دید، از او سوال کرد قالوا اانت فعلت هذا بآلهتنا یا ابراهیم؟ ابراهیم گفت آیا این عمل خیلی ناجایز و درشت و دلخراش برای ما تو انجام دادی؟ این خداهای ما را گفت تو شکستی؟ حضرت ابراهیم چی گفتند؟ گفتند قال بل فعله کبیرهم هذا فاسألهم ان كانوا ينطقون. حضرت ابراهیم ناترسانه با یک سر بلند گفتند نه، گفتند من نکردم. مفسران میگویند حضرت ابراهیم در حال حیات خودش 3 بار لفظ دروغ را استفاده کرده است که این دروغ نیست گفتند، بلکه از این دروغ گفتگی های حضرت ابراهیم کارهای ثواب انجام یافتگی هست. مثل که در شکستن بت‌ها گفت من نشکستم، و دوم در بردن حضرت سارا را هم وقتی که به سوی مصر می برد، در سوی مصر هم یک ظالم گرفتار شد و سارا که خیلی حسن زیبایی داشت و به او عاشق شد، از ابراهیم پرسید که آیا این کی هست، به تو چی می شود؟ گفت اگر بگویم که زنی من می شود، هر آینه
این ظالم این را از دست من میگیرد. از این خاطر چی گفت؟ این گو خواهر من میشود. حضرت ابراهیم اینجا هم چیکار کرد؟ لفظ دروغ را برای آینده کار ثواب استفاده کردند. و سوی نمرود هم گفت بل فعله کبیرهم، اینا گفت من نکردم، گفت بلکه گفت همان بوت کلانی کرده است. این عمل را همان بوت کلانی کرده است. اگر باور نمیکنید رفته از همان بوت کلانی پرسان کنید. اگر زبان داشته باشد برای شما گفت بیان میکند. وقتی این سخن را از زبان ابراهیم شنیدن همه حیرت گذاشتن، در حیرت ماندن که این خداهای ما سخن نمیگویند. و هر کدامش میگه در همین بین یکدیگر را نگاه میکردند و گفتند که در بین 1 ساعت یا 2 ساعت تنفس. سوال حضرت ابراهیم همه ای را در حیرت گذاشت. آمدن با یکدیگر میگد، قرآن میگوید که با یکدیگر چیکار کردند؟ فرجعوا الى انفسهم فقالوا انکم انتم الظالمون. وقتی با یکدیگر آمدن صحبت کردن گفتند در حقیقتا حضرت ابراهیم راست میگوید. این خدایی که ما داریم وی سخن نمیگوید، وی نمیشنود. الحال این جنایتی که صادر شده است باید ما از او پرسیم. وقتی ما جواب نمیگوید این چگونه خدا هست؟ یعنی هر کدام اونها عقیده هاشان تغییر یافت. بعد چنده باز همون کفر میگد بالای اونها غلبه کرد و باز همون عقیده ویران اونها در وجود و در سر اونها پیدا شد و گفت ابراهیم گفت تو میدانی که خداهای ما سخن نمیگویند، باز چرا از ما پرسان میکنی که رفته از خدای خود بپرسید که این عمل را خدای کلانی کرده است؟ این شما میدانید. و نمرود به تمام همون اعضای حکومت خود میگد فرمان داد که اگر شما بخواهید که به خداهای خودمان یاردم کنیم حکم مرا گوش کنید. نمرود میگد حکم برآورد. چی حکم برآورد؟ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان کنتم فاعلین. گفت حکم من گفت بالای ابراهیم همین است که بجز سوزانیدن دیگر هیچ راهی نیست. این کاری که ابراهیم بالای خدای ما و شما کرده است، اگر در ما و شما ذره ناموس باشد، اگر در ما و شما ذره جسارت و دلاوری باشد، ابراهیم را به آتش بکشید. این گپی نمرود برای همه اونها قانون بود. در حال از پی اجرا کردن فرمان نمرود شدند و یک بیابان خیلی کلان را برای خود اختیار کردند و 1 ماه مفسرای قرآن میگوید 1 ماه هیزم کشیدند. 1 ماه میگوید در یک میدان کلان هیزم زیاد جمع کردند و او را چکار کردند؟ در گراندند. وقتی این هیزم ها سوخت و بعض مورخا میگویند که تا 10 روز این آتش خاموش نمیشد، میسوخت. لخچه های زیاد و گرمی زیاد حاصل کرد. حتی مفسر تفسیر انوار القرآن میگوید که اگر چنان آتش افروخته شد که اگر بر بالای همان آتش پرنده اگر گذر میکرد هر آینه قنات او میسوخت. این قدر میگد آتش تفسان برای سوختن ابراهیم میگد تیار کردن و از 2 جانب پایه ها زدن میگد، از یک طرفی همان آتش و از طرف دیگر و بین میگد یک سیمی را کشیدن و یک صندوق برای ابراهیم تیار کردند و باید که ابراهیم را در این صندوق جا کنند
و بالای همون سیم کشاده میکنن و این صندوق خود راست به همون آتش رفته میافتد. این عمل را هم میگد جا را معین کردن، سیم را کشیدن، پایه ها را گذاشتن و ابراهیم را آوردن نزد آتش. ابراهیم را بدنش را میگه لوچ کردن و دستهای او را زنجیر بستن، گردنهای او را زنجیر پیچ کردن و در داخل همان پیش از آنی که در داخل صندوق جا کنن، نمرود که بسیار ابراهیم میگد قد و شکل خیلی زیبا که داشت و سوی گفت به جان جوانی خود رحم کن. ابراهیم گفت اگر تو به خدا بودن من باور کنی و این خداهای ما را پرستش کنی، هر آینه گفت من از این فرمان دادگی خود پس میگردم. ابراهیم گفت به خود بیا. لیکن ابراهیم میگد وقتی نمرود این سخنها را میگفت، ابراهیم چیکار میکرد؟ ابراهیم میخندید. ابراهیم خنده میکرد، زیرا این سخنهای بی عقلانه و بی فکرانه نمرود که میشنید در حیرت می افتاد که خدایا این بنده چی قدر گمراهی هست، این از خدای خود چی قدر دور هست، نمیداند قدرت خداوندی را. ابراهیم میگد به سوی همین نمرود چی گفت؟ گفت خداوند هیچگاه زر خالص را نمی سوزاند. و حضرت ابراهیم میگه صداهای میشنید لا تخاف یا ابراهیم انک انت الاعلی. ابراهیم تو از این جمعیت نمرودی ها نترس که تو بالای این جمعیت غالب می آیی. حضرت ابراهیم که یک پشتیبان خیلی مستحکم از بالای سر که داشت، دیگر پروای این نمرودی ها نکرد و میگد بالای همون عرابه سوارش کردن و میگد سیم در حرکت در آوردن. وقتی میگد سیم در حرکت در آمد و این صندوق نزدیک میشد، تمام میگد ملائکه ها و تمام مخلوق خداوندی زجت ملائکت السماء والارض، تمام ملائکه ها و تمام مخلوق های خداوندی در چریکس در آمدن. وقتی میبینن ابراهیم در داخل یک صندوق و به سوی آتش میرود، البته این حالت، این منظره برای ملائکه ها هم خیلی ناگزیر بود، خیلی ناخوب بود. فریاد زدن، داد می زدن و حضرت میکائیل که این وابسته به بارش است به سوی خداوند گفت پروردگارا چی می شود که مرا اجازت دهی تا که رفته این خلیل تو را از این آتش خلاص کنم؟ خداوند چی گفت؟ گفت یا ملائکتی، ای جمع ملائک همت پایان شوین، این استغاث خلیل ابراهیم منکم بشیء فاغیثه. اگر همین خلیل من ابراهیم اگر از کدام شما مدد طلب کند، هر آینه او را مدد کنید. میکائیل پایان شد، میگد آمد نزد ابراهیم. ابراهیم گفت الحال تو به سوی آتش نزدیک شده ایستاده ای، تمام باران در اختیار من است، چی فرمان میدهی؟ خواهی شد هست که الحال ابر را پیدا کنم و چنان بارش را میریزم که حتی این آتش یک ماه افروختگی اینها همه به خاکستر مبدل میگردند. ابراهیم چی گفتن؟ ابراهیم گفتن نه، گفتن میکائیل گفتن من به تو هیچ حاجتی ندارم، هیچ حاجت ندارم. ابراهیم با این سخن میکائیل را جواب دادن. میکائیل از پیش حضرت ابراهیم رفت، در حال میگد ملائکه شمال پایان شد. ابراهیم رخصت میدهی که الحال شمالی را پیدا کنم به حکم خداوند که تمام این لخچه های علاو در خانه همین نمرودی ها داخل می شود و تو نجات می یابی. ابراهیم باشد چی می گفت؟ نه، می گفت من حاجت به شما ندارم، من از شما مددم طلب نمی کنم. وقتی میگد جبرائیل که این حالت می دید، حضرت جبرائیل که این ملائکه مقرب بود چیکار کرد؟ گفت پروردگارا چی خوب می شود که مرا اجازت دهی شاید که خلیلی تو به من تکیه کند. وقتی حضرت جبرائیل میگه پایان شد، ابراهیم که جبرائیل می شناخت گفت ابراهیم گفت یک لحظه مانده است که تو الحال داخل آتش شوی، خوب می شود که برای من فرمان کن
تا که از این آتش، از این عذاب، از این سوختار تو را نجات دهم. حضرت ابراهیم گفتند کیف احتاج الیک یا جبرائیل و انسى الذی ارسلک. جبرائیل گفت چگونه من از تو محتاج به سوی تو شوم، چگونه از تو من یاردم طلب کنم و فراموش کنم آن ذاتی را که تو را فرستاده است، چگونه من او را فراموش کنم. حضرت جبرائیل گفتند مادامی که اینه میدانی از خدای خود طلب کن که تا که تو را نجات دهد. حضرت ابراهیم چیکار کردند؟ میگه چشمهای همون نرگسی نیخته به سوی آسمان گرداندند و گفتند اللهم انت واحد فی السماء و انا واحد فی الارض اعبدک. پروردگارا گفتند خدایا من میدانم که در آسمان به جز ذاتی تو دیگر هیچ پر اقتدار نیست، آسمان از آن توست و من یگانه در روی زمین هستم که الله میگویم لا اله الا انت سبحانك لك الحمد و لك الملک لا شریک لک. پروردگارا تو پاکیزه هستی، خدایا به جز ذاتی تو دیگر هیچ پشتیبان من ندارم، خدایا حمدم از توست، ملکم از توست. وقتی این سخن میگد گفت حضرت جبرائیل گفتند ابراهیم من به تو فرمان میدهم از خدا طلب کن که تو را نجات دهد. حضرت گفتند که حسبی بحالی و علمه بحالی، آن ذات مرا تماشا دارد، آن ذات مرا دیده ایستاده است، چگونه من سوال کنم از خدایی که الحال وی سخنی مرا میشنود، وی حالتی مرا میبیند. وقتی این مفسرای قرآن میگوید وقتی ابراهیم میگوید با آتش از بالای چقدر بلندی باشد، وقتی که میگد کشاده شد و باید که در آتش افتیده شود، یک پرنده خیلی خورد برابر ابراهیم میگه به آتش می آمد و این پرنده میگه با تمام آن آوازی که داشت صدا میزد، داد میگفت و برابر ابراهیم به سوی آتش نزدیک میشد. خداوند میگه این حال پرنده را دید و همان صفتی رحیمی خداوند کشاده شد و به جبرائیل گفت این پرنده ای که مخلوق من است برای چی خودکشی میکند؟ جبرائیل در حال وی را بدار و از آن پرسان که چرا وی همراه ابراهیم در آتش خودش را میسوزاند. جبرائیل میگه وقتی که نزدیک شد پیک رحمان در حال این پرنده خورده داشت و میگه بالای پری خود و این پرنده میگه به سوی خداوند چی گفت؟ گفت پروردگارا گفت من پرنده هستم که یاردم از دست من به ابراهیم هیچ چیز نمی آید مگر این قدر روا میبینم که همراه این خلیل تو در آتش بسوزم. میگه این سخن پرنده به خدا خیلی خوش آمد و خداوند گفت ای پرنده، گفت چی خواهش در دل داری؟ گفت فقط خواهش من همین است که تمام آن اسما، تمام آن نامهای را که پروردگارا تو داری بر من تعلیم بده تا که او را من چکار کنم، هر جا که نشینم خواه شب باشد خواه روز باشد و ای را بخوانم و محبتی مرا در تمام دل مردم جایگیر بگردان. مفسران میگویند، معرخای ما و شما میگویند که این همان بلبل بود، این همان بلبلی هست که امروز هم ما و شما با او محبت داریم و هم از خواندن همون بلبل یعنی ذوق ما و شما می آید. چقدر از خواندن همون بلبل ما و شما را خوش می آید که او چیکار میکند؟ همان نامه های خداوندی را میخواند است. وقتی ابراهیم شاده شد خداوند چیکار کرد؟ فرمان داد، از بالا امر شد قلنا یا نار کونی برد و سلام علی ابراهیم. ای آتش گفت ابراهیم الحال به سوی تو آمده ایستاده است، کونی بردن و سلام علی ابراهیم، به ابراهیم من به خلیل من خنک شو و ابراهیم را سلامت در بین خود نگه بدار. این فرمان خداوندی به سوی آتش بود. مفسرای قرآن میگوید از این ندایی که خداوند کرده بود یا نارو ای آتش ها خاموش شوید، تمام آتش هایی که حتی در خانه ها می سوختن همه خاموش شدند. حضرت ابراهیم میگه در زیر همون
آتش زد. چند روز در همون بین حضرت ابراهیم ماندن و همین نمرودی که در اول خواب دیده بود که تخت او را پشقار چپه میکند و تعبیر کرده بودند که کسی میبراید که این سلطنتی تو را چپه میکند، باز خواب دید که ابراهیم در بین همین آتش زنده است و تمام منجمه ها را فیراد کرد و گفت من این چنین خواب دیدم، میخواهم که از همان موضعی که من نظارت میکردم همان موضع مرا برید. وقتی نمرود میگد آمده دید ابراهیم در همون بین آتش سوزان، در اطرافش میگد هر گونه گلها میگد رویده بود و چند درختهای سبز میگد سبزیده بود و حضرت بالای تخت نشستگی و ذکر خدا را میکرد. ابراهیم نمرود به سوی ابراهیم میگه فریاد زد. تو ابراهیم گفت من دیگر به تو کاری ندارم، خدای تو خیلی خدای قوی بوده است. از این گونه جزایی که من برای تو آماده کردم، از این گونه جزا که وقتی که تو را نجات داد، من دیگر گپی ندارم. فقط از تو خواهش میکنم که این ملک مرا ترک کن، از ملک من بیرون شو. مادامی که فرمان خدا که بود، چیکار کرد؟ حضرت ابراهیم میگه همراه سارا و همراه دادرزاده خود حضرت لوط، مختصرا میگوییم این قوم ترک کرد و به سوی مصر و از آنجا به سوی فلسطین چیکار کردن؟ حضرت حرکت کردن. و حال نمرود چی شد؟ نمرود همون 400 سال پادشاهی که داشت، وقتی که همون سپری شد و هیچ ایمان بر خدا که نه آورد، خداوند یک توده از پشه ها را سوی او خصمی که تیر انداختی، پشه کارش کفایت ساختی. صاحب 4 کتاب میگوید یک توده پشه ضعیف به سوی همین قوم نمرود چیکار کرد؟ روان کرد برای نابود کردن قوم نمرود. وقتی این پشه ها آمدن، به مجرد میگد کدام نفری را که همون نش میزند، در حال همراه همون سپاه و اسب خود خاک به زمین میشدند. و نمرود وقتی این حالت دید میگد از اون موضع به سوی قصر خود آمدن و یک پشه میگه خیلی خورده از پس نمرود روانه شد و آمد میگه در دماغ همین نمرود در آمد و نش میزد و علاج این همین بود که باید که به یگان چیزی وزنین به سر او زده شود. وقتی چند بار در سر نمرود که میزدند، بعد این پشه آرام میگرفت. و دوست داشته ترین آدم نمرود میگد همون کسی بود که وقتی که به قصر می در آمد، در سر نمرود چند کلتک در سرش میزد تا که همون چیکار کند؟ پشه آرام بگیرد. یعنی این یک عذاب از خداوند به نمرود بود. آهسته 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 همین پشه چیکار کرد؟ زهر خود به همین نمرود زد و نمرود را از همون بین مردمش، از بین قومش دور ساخت. و این کافر البته به همه ما و شما معلوم است، کسی که این کار خدا میکند، کسی که مبارزه به سوی خدا میبرد، جای او معلوم است که جای وی کجاست. و در همینجا قصه با آتش کشیدن حضرت ابراهیم هم البته انجام می‌یابد. ابراهیم با آن آتشی که نمرود افروخته بود پرتافته شد و الحمدلله که ابراهیم از آن آتش با حکم خداوندی صحت و سلامت نجات یافت. نگهبان تو باشد ذات جبار، نگهبان تو باشد ذات جبار، مترس از هیچ کس زنهار زنهار. کسی را که نگه دارنده شد هو، نمی گردد خیانت تار یک مو. آن ذاتی که اگر کسی را که پاسبان باشد، آن ذاتی که کسی را که نگه دارنده باشد، نمی گردد خیانت تار یک مو. اگر چنده که تمام عالم زید او،
جنگ اعلان کنند و ضد او برخیزند. اگر آن خدای عالم پاسبان او باشد، نگهدار او باشد، البته به اون شخص هیچ آسیبی نمی رسد. و این چنین معامله هم به ابراهیمی که آن گلخن نمرود بیابانها را از حساب گرمی آب کرد، لکن فرمان الهی که بود یا نار کونی بردن و سلاما علی ابراهیم، این صدای خداوندی وقتی که به آتش که شد، این آتش چی شد؟ خنک شد و ابراهیم را صحت و سلامت نگه داشت. نمرود قایل شد، تسلیم شد، گفت ابراهیم این خدایی که تو داری هر جا که باشد تو را نگه می دارد، خوب می شود که این دیار ما را ترک کنی. ابراهیم با حکم خدای خود چی گفت؟ و قال اینی ذاهب الی ربی سیهدین. من گفت رونده هستم، من این قوم نمرودی ها را ترک کننده هستم، زیرا که میدانم که خدای من برای من خبر داد که این نمرودی ها ایمان نمی آرند، این مردم را ترک بساز. حضرت ابراهیم با دل غمگین، با خاطر پریشان از این قوم بیرون شد. همراه خود سارا مادرمان و فرزند دادرش لوط را، پیغمبر را همراه خود گرفت و از این قوم بیرون شدند. البته به همه ما و شما معلوم است که دوستان خدا در رنجها و در مشقت‌های زیاد گرفتار می شود. در محبت هر کی او دعوا کند 100,000 امتحان بر وی کند، چون بود صادق کشد باری جفا، گر بود کاذب گریزد از بلا. شاعر میگوید دوستان خدا را خداوند امتحانهای زیاد میکند. اگر آنها در اصل دوستی خدا باشند، در اصل محب قرآن و محب خدا و پیغمبر باشند، آنها در این بلا و مشقت خدا آوردگی صبر کننده می شوند. آنها از بلای خدا نمی گریزند. اگر بلای خدا در ناراضی شدند، در بلای خدا بی طاقت شدند، اینها را شاعر میگوید کاذب هستند، اینها محب خدا نیستند. هر درد و بلایی که از آسمان فتد، اول بلوح سینه صاحب دلان رسد. هر بلا و آفتی که از آسمان می افتد، البته ما و شما با خبر باشیم که کجا یک دوست خداست و در این بلا البته مبتلا می شود. حضرت شبلی رحمت الله علیه که یکی از اولیاهای متقدمین بود، وقتی که بیمار شدند و این حضرت شبلی را وقتی که بیمارخانه بردند و رفیقان او درکدار شدند که شبلی بیمار شد، برای عیادت او، برای خبر گرفتن او به بیمارخانه آمدند. حضرت شبلی برای سنجش که آیا اینها دوستان اساسی من هستند یا نه، وقتی که آنها نزد این شبلی احوال پرسی کردند، شبلی بر دست خود سنگ داشت و این رفیقان خود سنگ باران کرد. این رفیقان شبلی همه بیمارخانه را ترک کردند و گریختند. شبلی فریاد زد، گفت کجا از پیش من گریختید؟ اگر شما دوستان من می شدید، اگر رفیقان من می شدید، در این بلا و عذاب من شما صبر کننده می شدید. مادامی که در این بلا و عذاب من شکر کننده و صبر کننده که نیستید، شما رفیقان و دوستان من نیستید. و سنت الهی هم همین است که ما و شما را به سنگ قضای خود، به سنگ مریضی، به سنگ فقیری،
به سنگ بردن مال، به سنگ بردن فرزند میزند، نگاه میکند بنده در کدام احوال قرار میگیرد. خوش به حال آن بنده ای که در این سنگهای بلا صبر میکند و میگوید شکر به سوی ذاتی که این بلا را به سر من آورد و من در این بلا شکر کننده هستم. جهان جای گداز دوستان است، جهان جای گداز دوستان است، زیدونی ها به دشمن بوستان است. ندید فرعون کافر درد سر را، ندید فرعون کافر درد سر را، ندید شدادیانش چشم تر را. به آدم توبه این ناظلمنا، نگر نوحش به نوحه رنج دریا. ببین جرجیس را هر روز کشتن، خلیل الله را در بین گلخن. تنی ایوب با کرمان گرفتار، تنی ایوب با کرمان گرفتار، چیسان بالود قومش داد آزاد. نگر یعقوب را در بیت الاحزان، به شمع یوسفش فانوس زندان. به فرق زکریایش اره تیز، به فرق زکریایش اره تیز، بیاض گردن یحیاش خونریز. بشد زندان به یونس بطن ماهی، بشد زندان به یونس بطن ماهی. بیابان شد کشن دریای موسی. حبیبش را کند خونریز دندان، عدوان را کند چون کلب خندان. کسی را که کند بر عشق واله، برد میلش سوی افغان و ناله. همان روزی که پیدا شد تو را رنج، بکن صبری که رنجش میدهد گنج. حضرت میگوید همان روزی که پیدا شد تو را رنج، بکن صبری که لطفش میدهد گنج. که اینجا گنج ها با اژدها است، به هر جا گل قرینی نیشی خار است. حضرت مولوی را خدا رحمت و مغفرت کند. مصرهای این همه آیت است، همه احادیث های پیغمبری خداست. کسی را کند بر عشق واله، کسی را که خدا بخواهد که خلیل خودش بگرداند، کسی را که بخواهد که دوستی خودش بگرداند، برش میلش سوی افغان و ناله. افغانی او دوست همه برارد، چنان بلاهای بر بالاش میارد که داد و فریاد چمی برارد. اون زمان او را عاشقی خودش قبول میکند. حضرت میگوید همان روزی که پیدا شد تو را رنج، بکن صبرش که لطفش میدهد گنج. همان روزی که صبر، همان روزی که بلا آمد، ان الله مع الصابرین. خدای آن ما و شما چی میگوید؟ من همراه صبر کننده ها هستم. صبر کنید، خداوند همراه شماست. این بلا به سر ابراهیم آمد و شکر که ابراهیم با حکم خداوندی از این بلا خلاص شد و دشمنهای خدا بسیار خرسند شدند، نمرودی ها خرسند شدند. البته این سنت الهی است. پیغمبر خدا میگه الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر. دنیا زندان مؤمن است و جنت کافر است. حضرت گوش کردیم، فرعون را به عمر ندادیم دردی سر، زیرا که اون نداشت سری دردهای ما. این فرعونی که قرآن حکایت میکند گفت انا ربکم الاعلا، من خدای همه شما هستم، همین کافر، همین بدبخت خداوند دردی سر نداد. 400 سال معرخا میگن پادشاهی کرد. حضرت حافظم در دیوان خودش میگوید فرعون را به عمر ندادیم دردی سر،
زیرا که او نداشت سری دردهای ما. نمرود را ز قدرت ما مملکت رسید، قارون غنی ز قدرت به انتهای ما. ما پروریم دشمن و ما میکشیم دوست، کس را چه زهره است به چون و چرای ما. حافظ همیشه صبر کن اندر بلا و غم، شاید که او علاج کند سر دردهای ما. ما صبر کننده هستیم. خدایا حل بلایی که به سر ما بیاید، صبر او را با ما نصیب بگردان. خدایا ما بنده های بسیار ضعیف هستیم، بنده هایی که ایمان ما بسیار ضعیف است، مثل ریسمان های خیلی باریک است. خدایا در بلاها ما را صبر کننده بگردان. خلاص ابراهیم با همراهی این دو نزدیکترین خود این قوم را ترک کردند و به سوی شام حرکت کردند. در راه قصه را کوتاه میکنیم. با بعض مشکلات ها ابراهیم رو پرو شد، با بعض پادشاه های از خدا دور نزدیک شد. حتی سارا را هم، مادر ما و شما، زن حضرت ابراهیم را از دست ابراهیم گرفتند، به نیت او را استفاده کردند. لکن شکر الهیه که آن پادشاه دست درازی به سوی سارا کردن نتوانست، بلکه دست او را معرخا میگد وقتی به سوی سارا دست دراز کرد، دست او را خداوند فلج گردانید. باز ابراهیم دعا کرد، آن دست میگد به جای خود آمد. و وقتی که ابراهیم همراه هاجر از ملک این پادشاه بیرون شدند، باز یک کنیزی داشتند که خیلی زیبا بود. هاجر این را به سارا تسلیم کردند. در راه حضرت سارا این هاجر را در نکاح حضرت ابراهیم در آورد. این هم حکم مادر ما و شما را گرفت. وقتی که حضرت ابراهیم خواست که با هاجر یک جایه شود، چی گفت؟ ربی هب لی من الصالحین. خدایا پیش از آنی که من با این هاجر خانه‌داری میکنم، از درگاه تو فرزند را طلب دارم که فرزند سالم و صالح باشد، فرزند اطاعت کننده باشد. خدایا بر من نصیب بگردان. و با مادر ما و شما هاجر یک جایه شدند. از بین چند مدتی گذشت، بغایت با ابراهیم امر شد هاجر را همراه فرزندی که تولد شد، این اسماعیل بود که بالای دست هاجر بود، امر شد که این را بر سرزمین مکه مکرمه برده آنجا بسپار. حضرت ابراهیم البته در یک سین سال صاحب فرزند شدند که سین مبارک 86 ساله بود. چگونه یک فرزند دوست می داشتند، طاقت جدایی از اسماعیل نداشت. فرمان خداوندی که بود ناچار باید که اجرا شود. اسماعیل را در دست مادرش بالای شتر سوار کرد، همراه ابراهیم به سوی مکه مکرمه عزم سفر کردند. آوردند این جایی که الحال حاجی ها می روند، یک جای آباد زیارت میکنند، طواف میکنند. این به یک ریگزار مبدل بود که حتی که سبزه در اونجا نمی روید، درخت نبود، یک بیابانی گرم، یک قمستان. مورخان میگویند از بالای سر ابراهیم ابر حرکت میکرد و ملائکه صدا میداد که ابراهیم این جانه. وقتی که نزد خانه کعبه رسیدند، فرشته ها گفتند ابراهیم خدای تو امر میکند انا همین جا هاجر را بسپار. وقتی ابراهیم نظر کرد در اطراف یک آفتاب سوزان، سایگی نیست، آب نیست.
هاجر را فرآورد با همراه اسماعیل و گفت هاجر پناه تو به خدا که من بازگشت باز به سوی وطن خود دارم. هاجر گفت ابراهیم گفت این چه عمل است که بر من میکنی؟ این بیابانی هست که اینجا نه خوراک است نه آب است نه جای سایه است، من چیکار میکنم؟ ابراهیم گفت هاجر گفت این فرمان خداست. هاجر به شنیدن فرمان خدا در حال سری مبارک پس کردند، گفتند مادامی که امر خدا باشد هاجر به امر خدا راضی هست. خداوند هاجر را هیچگاه خوار نمی سازد و ابراهیم پس گشتند. مورخان میگویند وقتی که روز تسپان که بود این اسماعیل زیبا را بالای همان ریگ خوابانید و تشنگی بالای اسماعیل میگه غلبه کرد. هاجر مادر که بود طاقتی شنیدن ناله فرزند نداشت، از جای خود خیست دوام به سوی همون کوی صفا و مروه رفت که حاجی‌ها اونجا زیارت میکنن. جستجوی آب میکرد، فرزند از تشنگی پا میزد در زمین. ناچار هاجر آب نیافت، پس گشت می آید از زیر پای این اسماعیل زیبا یک چشمه آب جوش زده برآمده است. پاهای خورد مثل که گویا که یگان تکنیکه حاضر زمان کنده باشد، چشمه از زیر میگه فوج میزد و بالای زمین می برآمد. هاجر این حالت دید، به دل خود گذرانید که خداوند هیچگاه اسماعیل و مرا در این بیابان خوار نمی سازد. در حال میگد کمی همون از زمین همون مکه مکرمه اطراف همین آب محکم کرد. فکر کرد که شاید همین قدر آب باشد تا که این ذخیره میکنم به روزهای دیگر برای من فایده میدهد. مورخان میگویند اگر هاجر دمی را این پیش آب نمیگرفت هر آینه امروز به مکه مکرمه یک دریای کلان جاری میشد. و حضرت هاجر زم زم گفتند ایست. این آب میگه جای خودش ایستاد. آیسته آیسته این بیابان آباد شد. آیسته آیسته به امروزه دولت‌های خیلی کلان مبدل گشتند. از بین سالها میگذشت. ابراهیم گاها برای زیارت فرزندش می آمد. قرآن دوام این حکایت به ما و شما میکند. فلما بلغ معه السعی قال یا بنی اینی ارى فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. ابراهیم شب از شبها برای زیارت هاجر آمده بود و این اسماعیل میگد به سینی، بعضی مورخان میگن به 13 رسید، بعضی ها میگن 8 ساله بود. فلما بلغ معه السعی الک فرزند شده بود که در خدمت پدر راستا می ایستاد، برای فرزند برای پدر هیزم می آورد، یعنی یک دوسترویک و یک خدمتگار این ابراهیم شده بود. شب از شبها میگه ابراهیم در خوابش دید که ابراهیم از جای خود خیز و این اسماعیل یگانه خود قربانی کن. وقتی ابراهیم برای خلیل بودن او در نزد خداوند آشکار شود که ابراهیم خلیل است، ابراهیم پیغمبری هست که در سخن خودش کذب ندارد، پیغمبری هست که هر امر از خدای او می شود او را البته اختیار میکند. سحر بیدار شد. مورخان میگویند که شاید که ابراهیم گمان کرد که این خواب شاید یگان خواب رحمانی نباشد، یک چند قسم حیوانی را میگه ذبح کرد. باز شب دیگر همین خواب
آمد ابراهیم از جای خود خیز و این اسماعیل یگانه فرزند خود قربانی کن. وقتی میگه بیدار شد، در پهلوش میگه اسماعیل خواب بود. به چهره همین مبارک اسماعیل نظر کرد و این حضرت میگه از خواب بیدار کرد و با او از این سیری خواب دیدهش چیز حکایت نکرد، بلکه به مادر او هاجر گفت امروز من یک دعوتی دارم. یک دوستی من مرا برای خود به خانه خود به مهمانی دعوت کرده است. از تو خواهش میکنم که اسماعیل را غسل ده و طهارت خوب ده، سر او را شانه کن و هر چی لباس زیبایی که دارد بر تن او بکش. هاجر میگه از پی فرمانی ابراهیم شد، اسماعیل را شست، پاکیزه کرد، تازه کرد، سر و موی او را میگه روغن کرد، شانه کرد و لباس زیبای او را در بر کرد. و ابراهیم پنهانی از هاجر و پنهانی از اسماعیل در خلطه خود یک بند و یک کارد را گرفتند و دست اسماعیل را گرفتند. اسماعیل بازیکنان میگه به پیش ابراهیم میدوید. از این حالی خواب پدرش درک نداشت. وقتی به یک وادی رسیدند، ابراهیم در یک غم و در یک اندوه بود، زیرا در این سین و سال خدا بر او یک فرزند خیلی خوبی نصیب کرده بود. البته یک شوق و ذوق جوشی، یک پدری جوش میزد و اندیشه میکرد این چه عمل باشد، این چه کار باشد. به هر حالی که باشد خدای من در قضای تو راضی هستم قدم میزد. وقتی در بیابان رسیدند، ابراهیم نگاه کردند که اسماعیل با کسی صحبت دارد. از همون طرف وادی شیطان پنهان شد و گفت موضعی هست که من اسماعیل را باید که بیراه بسازم. اگر این زمان این را من وسواس کردن نتوانم، دیگر من از دست من هیچ چیز نمی آید. فریاد زد. اسماعیل گفت کجا می روی؟ شیطان سوال کرد. گفت خانه دوستی پدر رو میرم، ما با مهمانی رفته ایستاده ایم. اسماعیل گفت تو فریب میخوری، تو را پدرت برای قتل کردن برده ایستاده است. پدر تو خواب دید. اسماعیل حیران شد، گفت من باور نمیکنم. نخواد که پدر فرزند را قتل کند، نخواد که پدر فرزند را ذبح کند، حالان که ابراهیم من میبینم به نهایت مرا دوست می‌دارد و نمیخواهد که در بالای من یک پشه نشیند و خار در پای من خلد. چگونه اون روا می‌بیند که در حق من کارد را بدواند؟ اسماعیل گفت من راست میگویم، ابراهیم را خداوند امر کرده است که تو را قربانی کند. حضرت اسماعیل وقتی نام خدا را شنید چی گفت؟ اگر اسماعیل یک جانه 100 جان داشته باشد در راه خدا من اون جان را قربان میکنم. شیطان ناامید شد. ابراهیم گفت اسماعیل جان، گفت با کی صحبت داری؟ گفت از همین داخل کوه کسی با پدرت تو را قتل میکنه، تو را ذبح میکنه. و اسماعیل گفت با او سنگ بزن که او شیطان است، تو را از راه به راه میکنه، به گپ او گوش نانداز. اسماعیل خم شد و یک چند سنگ میگد به سوی همون شیطان حواله داد که امروز حاجیان اون موضع رفته و سنگ به شیطان میزنند. وقتی که به موضع مینا رسیدند، حاجیان میدانند که از مکه مکرمه از خانه کعبه به مینا چند مدت راهی هست. وقتی که به آن قربانگاه رسید
که امروز حاجی ها قریب از 3 میلیون زیاد آدم در اون موضع قربانی میکنن، اونجا رسید و اسماعیل پیش خود فیراد کرد. خدا قرآن را حکایت میکند، میگوید یا بنی اینی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اسماعیل، من امشب خواب دیدم که خداوند مرا در خوابم سفارش داد که این فرزند یگانه خود اسماعیل قربانی کن. فانظر ماذا تری. اسماعیل جان تو چی میگویی؟ قرآن حکایت میکنه فانظر ماذا تری. اسماعیل تو چی میگویی؟ در همین حکم خداوند آیا راضی هستی؟ مفسرای قرآن میگویند، از آن جمله صاحب تفسیر ابن کثیر و انوار القرآن و میگویند ابراهیم برای چی اسماعیل را سوال کرد که اسماعیل در همین حکم خدا آیا راضی هستی یا نه؟ چی میگویی، راضی هستی؟ زیرا میگه ابراهیم به دل گذرانیده بود که من دعا کرده بودم رب حبل من الصالحین، خدایا مرا فرزند صالح نصیب بگردان. آیا همین فرزند همون فرزند صالح باشد؟ برای همین میگه ابراهیم اسماعیل را سوال کرد که اسماعیل چی میگویی؟ اسماعیل چی گفت؟ یا ابتی افعل ما تؤمر ستجدونی ان شاء الله من الصابرین. ابراهیم پدر جان گفت خدای من به تو امر کرد که مرا قربانی کن؟ گفت بله امر کرد که مرا قربانی کن. گفت افعل ما تؤمر. ابراهیم مادامی که امر خدا باشد دیگر تأخیر نکن، شتاب کن. من در حکم خدای خود راضی هستم و تو مرا از فرزندهای صبر کننده میابی. این اسماعیل به سوی ابراهیم گفت. وقتی که ابراهیم از فرزند خود فلما اسلم و تله للجبین، وقتی که راضی شدن، اسماعیل هم راضی شد، ابراهیم هم در حکم خدای خود که راضی شد، اسماعیل را بر زمین خواباند. کار در دست حضرت ابراهیم بود. و اسماعیل با آن شکمی غلطیده به سوی ابراهیم چی گفت؟ ابراهیم گفت پدر جان من چند وصیت دارم، از تو خواهش میکنم که بعد ذبح من این وصیت های مرا بجا بیار. ابراهیم یک دلی لرزان و یک دلی غمگینی که داشت گفت گوش می اندازد پدری تو. جان من گفت چی وصیت داری؟ هر وصیتی که داری وصیتی تو را البته من بجا میارم، بر من خبر بده. گفت پدر گفت اول اینکه دست و پای مرا بسیار مستحکم ببند، زیرا که سختی جان، کندن جان خیلی مشکلات دارد. مبادایی که من دست میزنم، مبادایی که من پا میزنم و خون بدن من در لباس مبارک تو میپرد و این بی آدابی از طرف فرزند تو می شود و شاید در نزد درگاه خدا خوش نآید. ابراهیم گفت پدر جان گفت پا و دستی مرا مستحکم ببند. و دویم وصیتی که دارم این است که وقتی که مرا ذبح میکنی چهره مرا به سوی زمین نگاه بدار، مرا از پشت گردن ذبح کن، زیرا که شاید که این روی زیبای من و این یگانه فرزند بودن من در دل تو جوش زند و کار در دست تو کار ندهد یا کار از دست تو بغلطد و این در نزد خدای ما و تو خوش نآید. خدا رحمت کند. سوم نصیحتی که دارم ابراهیم این است که
این لباسی که در بدن دارم یگانه لباسی من است. الحال وقتی که تو مرا ذبح میکنی شاید که این لباس سفید من پر از خون بگردد. از تو خواهش دارم ابراهیم این کرته را از بدن من بکش. وقتی که مرا ذبح میکنی در همین لباس پاکیزه مرا کفن بکن. بعضی معرخان میگویند کرته را اسماعیل گفت، ابراهیم گفت کرته مرا از بدن من بدر کن و این کرته را همراه خود به مادر من هاجر ببر، زیرا که وی درک ندارد که ما در اینجا چی معامله را انجام میدهیم. ما که به مادر گفتیم خانه مهمان خانه دوست پدر میریم، مادر ما درک ندارد که اینا برای مادرم برسان و بگو یادگاری از اسماعیل است، هرگاهی که این کرته را دید در حق اسماعیل دعا کند. بعضی معرخای را هم حکایت کردند. و دیگر وصیت من این است، گفت ابراهیم که وقتی که فصل بهار می شود و چمنزارها پر از گل لالک می شوند و لالکی رنگ سرخ دارد، وقتی این گلها را که نظر کردی از این بدنی پر از آغشته خون اسماعیل فراموش نکن و بالای تربت من در حق این فرزند خود جگرگوشه خود دعا بکن. ابراهیم به شنیدن این وصیت ها چه یک دل بریانی که داشت باز یک باره غمگین شد و فریاد به سوی خدا زد و اسماعیل در زمین خواباند و گفت الهی این لم ترحمنی بشوم ذنبی فاغفر هذا الصبی الصغیر الذی لا ذنب له. پروردگارا گفت من یک موی سفید 86 ساله هستم، اگر در نزد تو گناهگار هستم بی خطا نیستم. خدایا اگر با این پیغمبری من رحم نکنی، با این مسفیدی من رحم نکنی، خدایا به این فرزند من که خورد است و گناه نکرده است و به بلاغت نرسیده است، خدایا رحم این فرزند مرا بخور. و حضرت در زمین خواباندند. معرخان میگویند وقتی که ابراهیم خبری ذبح به فرزند رسانید که اسماعیل خدا امر کرده است که من تو را ذبح کنم، اسماعیل میگه تبسم کرد، تبسم به سوی پدرش ابراهیم کرد. ابراهیم گفت اسماعیل گفت من تو را خبری قتل میدهم، من تو را خبری ذبح میدهم، تو باشی تبسم میکنی. اسماعیل میگه گشت و گفت ابراهیم گفت پدر جان گفت وقتی که تو را نمرود در آتش می پرتافت و از تو تکلیف کرد که ابراهیم از این راه بگرد، چراتی که تو خنده کردی؟ گو خنده من برای این بود که من میدانستم که بعد آتش نمرود با خدای خود متصل می شوم، با خدای خود می رسم. اسماعیل گفت ابراهیم گو الحال تو مرا ذبح میکنی، من هم به خدای خود می رسم، با این مقصد گو من تبسم میکنم. خلاص او را میگد بر زمین خوابانید و کارد را میگد در حلقی از پشت سری میگه اسماعیل گذاشت و کارد را میگه با تمام قوه کشید. خداوند این زمان میگه پرده را از پیش چشم ملائکه ها دور کرد. زجت ملائکت السماء والارض، تمام ملائکه های آسمان میگه داد گفتن و سر خدا در سجده گذاشتن، گفتن خدایا نخواد که بگذاری که ابراهیم فرزند خود چه ذبح کند، خدایا نخواد که بگذاری که پیغمبر را قتل کند، پروردگارا رحم ابراهیم را بخور. ندای ملائک از آسمان بلند شد. ابراهیم میگه کارد میدوان، کارد نمی برید. ابراهیم گاون گردن باریک و آن سرگوشت فرزند خود نگاه میکرد که اذیت میکشد، عذاب میکشد. از غضب میگد همون کارد خدا برداشت میگه و در سنگ زد. نگاه کرد که سنگ دو پاره شد. گفت تقطع الحجر ولا تقطع اللحم، سنگ را پاره میکنی و گوشت را نمیبری؟
کارچه میگد به قدرت خدا یک و یگانه به زبان آمد، گفت ابراهیم وقتی که تو را در آتش نمرود پرتافت، چرا آتش تو را نسوزاند؟ گفت زیرا که خدای من امر کرده بود که یا نار کونی بردن و سلام علی ابراهیم. ای آتش وقتی که ابراهیم در داخل تو می افتد، ابراهیم را نسوزان، ابراهیم را خنک نگه بدار، ابراهیم را سلامت به ما تسلیم کن. میگد این کار به زبان گفت مادامی که خداوند اون آتش امر کرده باشد، پس الحال برای من از جانب خدا 70 بار ندا آمده ایستاده است که ای کار گردن اسماعیل نبرد، چگونه ببرم؟ کار نمی برید. اسماعیل باشد از زیر میگه فریاد میزد پدر جان من نگفته بودم که مهر فرزندی در دل تو جوش بزند و تو قوت راندن کار نداری. نه گفت فرزند، گفت من نمیدانم در این چه حکمت باشد که این کار نمیبرد. صاحب تفسیر روح البیان میگوید از حضرت جبرائیل پیغمبر خدا پرسان کرده بودند که آیا بار هم بر تو مشقت و بلا به سوی زمین آمدن رسیدگی هست یا نه؟ گفت 4 بار. گفت من بسیار عذاب کشیدگی هستم، به سوی زمین آمدن در 4 بار بسیار عذاب کشیدم. یکم این که وقتی که ابراهیم را به آتش می پرتافتند چه مشکلات بالای من آمده بود، حضرت جبرائیل گفتند. و دوم این که وقتی که اسماعیل را کارد میراند، خداوند بر من امر کرد که رفته دم کارد را تغییر ده. من آمدم کارد ابراهیم را دمش تغییر دادم. این حالتم گفت برای من بسیار دشوار بود به این منظره نگاه کردن. و سوم گفت وقتی که حضرت یوسف در چاه برادرهاش پرتافتند، خداوند بر من امر کرد که سنگ را معلق نگه بدار تا که یوسف بالای او نشیند. این هم برای من مشکل بود. و 4م عذابی که گفت من کشیدم، این چی بود؟ این همین بود که حبیب خدا را وقتی که در جنگ احد دندان او را شهید کردند، برای من خداوند امر کرد که ای جبرائیل کاری کن که خون حبیب من در زمین نچکد. اگر خون حبیب من در زمین میچکد، در بالای زمین هیچ رستنی نمی روید. این زمانم گفت برای من خیلی مشقت بود. این زمان چی شد؟ این زمان وقتی که ابراهیم با این 30 سال پیرانسالی کار به حلق اسماعیل که میران، یک صدا و یک ندای از آسمان شنید. چی بود؟ و نادیناه ای ابراهیم قد صدقت الرؤیا ان كذلك نجزي المحسنین. ای ابراهیم، فریاد زد خداوند، ای ابراهیم هر کن کار را دور پرتا، به تحقیق که تو خواب خود را راست گردانیدی. این خواب بود که حقیقت بود. این هذا لهو البلاء المبین. بار دیگر ما تو را امتحان کردیم که تو از این امتحان بسیار خوب گذشتی و برای تمام مردم و ترکنا علیه الاخرین سلام علی ابراهیم. ما به مردم بسیار یک نامی نیک از سرا باقی ماندیم که همه اونها باید سلام به ابراهیم بگویند. هر تا کار خود دور پرتا. حضرت نگاه کردن که جبرائیل با یک صدای بلند، یک قشقاری که مفسرای قرآن میگویند قریب 40 سال در چمنزارهای جنت چریدگی بود که خیلی فربه بود و یا میگه در دستش بند و کشاله کنان به نزد حضرت ابراهیم می آمد و صدا داد که الله اکبر الله اکبر. وقتی که ابراهیم این صدای جبرائیل شنید، در حال نگاه کرد که جبرائیل است و در عوض این سخن جبرائیل چی گفت؟ لا اله الا الله والله اکبر. وقتی این منظره را اسماعیل از زیر خیست نگاه کرد که جبرائیل قشقار را میآورد در عوض اسماعیل و این ابراهیم هم نگوید، اسماعیل هم چی گفت؟ ولله الحمد. که امروز چگونه ای که سحر در نماز عید برای شما خبر دادیم که این را تکبیر و تشریق میگویند که پس 23 نماز از روز پنجشنبه، جمعه، شنبه، یکشنبه
و روز دوشنبه تا نماز عصر بر ذمه همه ما و شما، خواه جماعت باشیم خواه غیر جماعت باشیم، و به گردن همه زنها و خواهر و مادرای ما و شما واجب است که بعد نمازی فرض خواندن یک بار لا اله الله اکبر الله اکبر، لا اله الا الله والله اکبر الله اکبر ولله الحمد را بگویند. این هم یک مسئله فقهی است که این پیدایشش از همین جا هست. حتی به ما و شما خبر میرسد در روایت ها که کسی که این تکبیر را بعد نمازها انجام میدهد، خداوند ثواب جبرائیل و ابراهیم و اسماعیل را در نامه اعمال او کتابت میکند. یعنی این را من به همه شمایی که در دیگر محله ها میخوانین، شاید که همون پیشواهای شما از این مسئله آگاه نباشن، به اونها خبر دهین که تکبیر و تشریق بر ذمه همه اونها واجب است. باید که تا روز دوشنبه تا نماز عصر ما و شما این تکبیر و تشریق را انجام دهیم. انشاءالله این ثوابی که الحال از این منظره و از این حکایه گذشت ما و شما با نصیب میگردیم. البته این قصه ابراهیم و ذبح فرزندش چگونه ای که در اول برای شما حکایت کردیم که دوستان خدا دائم در بلاهای زیاد گرفتار می شوند. هر جایی که البته از موضوعهای پیشین یادآور میشم که به ما و شما خبر آمده است که اولا سختترین بلاها به پیغمبر هاست، بعد از آن به دوستان خدا مثل زنجیری که پیوسته است آهسته آهسته می رسد. رسول اکرم می گوید الافلاک قسیون والحوادث سهام والآدم هدف والرام هو الله و هو الرام لا یختی. دنیا به منزله کمان است میگوید پیغمبر خدا، و این بلاهایی که در روی زمین است، بلاهایی که به سر ما و شما می آید، اینها چی هستند؟ اینها تیرهای همون کمان است. و آدم باشد میگوید پیغمبر نشانه هست، و تیرزن همان خداوند است، آن چنان تیر میزند که تیر زدگی او غلط نیست، خطا نیست. حضرت مولوی هم میگوید طریق عشق جانان بی بلا نیست. این راهی که ای مسلمان ها، ای امت اسلام، شما پیش